سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان و هموطنان گرامی. پیش از همه خداوند قادر یکتای خوب به همتا را شکرانه میگم برای تمام نعمت‌های ارضی و سماوی و نعمت‌های رایگانش و بزرگترین بهترین اولین نعمت خوب خداوند نعمت ایمان است. ایمان به خدا، ایمان به پیامبران و فرشته‌ها و احکامات الهی. از این دیگه نعمتی بهتر نیست. ما باید شکرانه خداوند کنیم که نعمتی بهتری نداریم ایمان. اما بعد ما هفته گذشته یک صحبت داشتیم آیدی زنها خواهرهای نمالدار رمالدار. خب در اونجا ما خیلی گپای در کوری گپای حتی سختم زدیم. نفرایی که گوش کردین و تماشا کردین الکی میدونین، زیرا در تاجیکستان علیه زنها و دخترای نمالدار زیاد مبارزه بردن و برده ایستادن. نه تنها درباره نمالدارا، ولی ما یک صحبت انشالله داریم درباره خواهرها و مادرهای بیرمال به ایزار، کرتای نیم اوریان میگن یا که نیم تنها. درباره یا هم انشالله یک صحبت داریم، زیرا ما هر کسی مسلمانه او دیگر رمال داره نداره یا که ریش داره نداره، برادر ما خواهر ما شیده میتونه مسلمان باشه. برای همون تنهای جمع درباره دخترها و زنهای رمالدار گپ نمیزنیم، ان شاءالله درباره زنها و دخترهای بیرمال هم یک روز گپ میزنیم. ردهای زیاد شد، ردها، تحقیرها و حتی کار تا درجه رسید که در داخل بزخانه یا یک همو ملیسه خانه تهدید کردن و گرجت کردن که ما تو را تجاوز میکنیم. یعنی دختری به خاطر رمالش، ایرا شما میدونید که رستم استمزاده بود که بود یک مایور بود، خطا نکنم یک پلیس، و یادی ما باید نروه، او را باید ما نبخشیم. غیر از این دیگر زنها را حتی رمالشون مجبور میکشیدن یا که گپای قبیح در روشون در پیششون میگفتن. من اینجا 4 مصرع میگیرم با اجازت شما. بیا ای خواهر کمی ادب کن، بیا ای خواهر کمی خشم و ادب کن، این بی تربیت ها رو کمی ادب کن، بیزن بیشکن قفس های ستم را، حقوقت را از این نامردان طلب کن. این فکر بکنم کفایه، زیرا ما زنهایی در تاریخ داریم که غیور، دلیر، قهرمان بودن، بر ضد مردها مبارزه می‌بردن، چی برسه بر ضد دشمنک‌های عادی، بر ضد مردهای قهرمان، مردهای شجاع و دلیر را به تنهایی نابود می‌کردن، هلاکشان می‌کردن. از صحبت انشالله که الله رب العالمین ما و شما را یک تاثیر، یک منفعت نصیب گردانده باشه. از عکسی که در اکران معلومه، ما برای شما الکی دیگه ما کمک کردگیم یا یکی نشان دادگیم که ما چی موضوع در گپ میزنیم. همون نفرایی که چهره هاشون است در صورت، اونا ویدیوشون در پیش ما تیار است. انشالله در رفتی برنامه برای شما ما میمونم و نام موضوع هم موضوع چاپلوسی یا که خطر چاپلوسی در جامعه. یکی از بیماری های خطرناک، یکی از مریضی های هلاک کننده انمی چاپلوسی است. چاپلوسی، اصلا چاپلوسی چیست؟ چاپلوسی معنی داره. من بعضی هموطنان را شنیدم یا که میخونم در بعضی کامنت‌ها بیچاره‌ها هم میدونم، میگم این چاپلوس میگه چی معنی داره، کیه؟ امروز ان شاء الله ما برای شما هم ویدیوشون نشون میدیم، هم درباره‌شون گپ میزنیم. این موضوع بسیار مهمه برای همه ما و شما که بدونیمش و اطراف یا زیاد گپ بزنیم، زیرا خطر چاپلوسی در تاجیکستان بسیار زیاد شد. چاپلوسی یعنی چی؟ معنی ادبیش کتابی میگیم که معنی کتابیش تملق، خشامتگویی، چرب زبانی، معنی ادبیش است. یک کمتر معنی کوچگیه که تری
ساده‌تر عادی‌تر شه بگم لگنبرداری خاکزنی دیگه اگر با دیگر چی شه بگم کمتر شاید که چی شه زن ها ما را تماشا میکنن با معنی های با بمعنی ترشن میدونم. خب پیش از برنامه ما یک پیشنهاد میخوام بکنم برای شاعرها، نویسنده ها و رسانه ها. نگاه کنیم ما شاعر داریم چی در داخل چی در خارج. شاعرهای اگر که واقعا در غم ملت باشن، در غم وطنشون دلشون بسوزه، باید علیه یا که ضد چاپلوس ها شعر بنویسن. یعنی چی؟ درباره چاپلوسی ما بعضی شعرهای گفتم کمی چی شد در راستی بمعنی چاپ شدن بعد اینجا نمیتونم ورق قرائت کنم بخونم، اما شاعرها نویسنده ها شعر بنویسن که همین چاپلوسی را رنگ یک تحقیر میکنه که به شعرت همخه شعر بنویسن که مردم او را استفاده بر از اون جمله ما بنویس یک نفر یک شعر ما نیفتم راستی شعری که تری هم خنده‌آور باشه درباره چاپلوسی هم تحقیرشون کنه. هم خیلی شعرها در کاره، زیرا ما باید که چاپلوسی را منع کنیم، سعی رای چاپلوسی را بگیریم که خطر داره، باور کنی خطر جدی داره، هلاک میکنه ما و شما مردم هلاک میکنه، نابود میکنه. یک مریضی بسیار گنده است، چاپلوسی بسیار مریضی گنده است. ایرا شریعت هم منع میکنه تو همین قانون دنیا قطعی ممکن است توریه نمیگیره، راست نیست. رسانه ها شاعران نویسنده ها انشالله که باور که برای من ننویسین یا که به خاطر ما، برای خودتون، برای آیندهتون که شما یک شعر خوب بخونید درباره چاپلوسی که همین ما میخونیم چون دیگر نفرها میخونن که همین چاپلوسی بسیار عملی بده با شعر دیگه است. رسانه ها ما اصلا سه رسانه را میبینم در داخل فعالیت میکنن، یک میکروفون دستشون در این طرف نزد مردم میرن گپ میگیرن، نامشان میگیرم رادیو آزادی، آزیا پلوس و کم کم همون گازیتی پرس تجیه که اویلا، همین سه رسانه است که نزد مردم میروه، یا سوالات در بین چند نفر میپرسه از او گپ میگیره. همین اوید چاپلوسی از شما خواهش میکنم از فردا میدونم که نمیرین زیرا کمتر برای شما عیب میشه و که گپی مرا گویا گرفتین، یک روز نه یک روز برین از مردم سوال کنین که چاپلوسی چیست، یا یکی سوال بتین که همین چاپلوسی درست است یا نیست، شما چی خبر دارین در تاجیکستان چاپلوس هست یا نیست. و همین گونه سوال ها یک برنامه خوب میشود و این راهی پیشگیری از چاپلوسی میشود. زیادتر چاپلوسی ما در دوام صحبت میگم در اطراف یک نفره، همه مگس پشه میگیم، ما پشه در اطراف یک لاله شیرینی میگیم جمع میشود، یعنی رحمان. این پیشنهاد بود، ان شاء الله باور قبول میکنیم. اولا اینجا من یک حدیث بخونم، حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم درباره چاپلوسی است. پیش از حدیث بزرگترین سخن یا که دلیل ای آیت قرآن است. آیت قرآن میخوانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن تقی یا بمن اتقی. سوره نجم آیت 32. سوره ستاره آیت 32 سراغش گفتم. پروردگار اول چند آیت دیگه است، این بسیار کوتاه خوب بود، میره اجرا کرده. خداوند میگه که خودتون تعریف نکنین یا که نگذارین دیگران تعریفتون کنن که خداوند میدونه که کی بهتره یا خوبتره. معنی آیه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که مرد، این حدیث متفق علیه ای، هم بخاری هم مسلم روایت کرده، مرد نزد رسول خدا علیه السلام آمد و دید که بر مدح و ثنای دیگری بود، یعنی یک نفر در پیش پیامبر یک نفر دیگر تعریف میکرد، پیامبر در اونجا بوده. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای فرمود پیامبر وای بر تو که گردن او را قطع کردی و بریدی و چند بار این جمله را تکرار کرد. اگر یکی از شما به مدح و ثنای کسی مجبور باشد پس بگوید به فکر من چنین و چنان است، و اگر دید که اون شخص در حقیقت مرد خوب است بگوید که انشاءالله اون شخص چنین است و حساب او نزدیک خداوند است و با خدا هیچ کسی را نزدیک و برتری نمیدهد.
یک حدیث بود درباره چاپلوسی. یک مرد در نزد پیامبر یک مرد دیگر تعریف کرده، مانند که در شما میکنه. پیامبر گفت که توی را چیکار کردی؟ هلاکش کردی، گردنش بریدی. یعنی تو تعریفش کردی. اگر آدم خوب باشه بگوش که شاید تو آدم خوب بودی یا که آدم خوبی، تعریفش نکن. آیت هم گفتم این روایت یا که دلیل های اسلامی بودن که ممکن نیست چاپلوسی کردن. دیگر حدیث هم هست، من قدرش گفتم، فکر میکنم کفایه. میگذاریم به موضوع دنیایی یا که موضوع چاپلوسی خودش. سال 2018 سال چاپلوسان بود. باور کنین یا نکنین، من اینجا چند تا نوشتگی دارم. سال 2018 30 می مرکز تحلیلی امریکا با این کشور می نویسد که در یک ماه در تاجیکستان 803 مدحیه‌نامه در وصف پرزیدنت امامعلی رحمان نوشته شد. 2018 813 کمه در یک ماه در تاجیکستان ما شما در وصف پرزیدنت امامعلی 813 تا مرثیه‌نامه یا مدحیه‌نامه. سال 2016 نشریات ایرگرافی دوشنبه کتابنامه امامعلی رحمان در ادبیات بدیعی را نشر کرد که بیش از 2200 مدحیه‌نامه، یعنی که ستایشنامه درباره پرزیدنت امامعلی رحمان جمع شده بوده است. 2200 تا همین لگنبرداری یا که خوگزنی در یک کتاب نشر شد. 2016 2011 کتاب به نام اعجاز رحمان در نشریات عرفان در 372 صفحه چاپ شد که بیش از 200 شعر در وصف امامعلی رحمان هستند. چه فهمیدید؟ 2011 200 شعر در یک کتابش، 2016 2200 شعر و 2018 در یک ماه 813 شعر. همش مدحیه‌نامه، اما به لفظ عادی‌تر بگم بفهمین، لگنبرداری، کوسلیسی، خوشامدگویی، خوکشپی. اینجا صحبت از زیاد نکنیم. نواری اول میمونیم درباره چاپلوسی که چی میگه و کیه او. تأمین صلح و ثبات و رشد نموی مناطق گوناگون کشور به آسانی به دست نآمد. آن نتیجه زحمت‌های شبانه روزی و جانفدایی اساسگذار صلح و وحدت پیشوای معظم ملت میباشد. این شخصیت در تاریخ ملت تاجیک به سابقه محض توسط مهنت، زحمت، جانفدایی ها، از خود گذشتن ها، قهرمانی ها و ملت صلح آورد. کشوری در آتش سوزان خاکستر شده و نامید گشته را از ناامیدی ها رهانید، رشد آن را تأمین کرد و این مملکت سرسبزی بخشید. فکر میکنم قش کفایه. این کمتر دراز گپ میزنه اینجا. اینا میگن چاپلوسی. کسایی که نمیدونن چاپلوس چیه یا چاپلوس کی را میگن، اینا میگن چاپلوسی یا که لگنبرداری، ای یا که خودشیرینکنی. یک مود زیادتر این خطی زیاد شروع میفهمم. خودشیرینکنی. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی سیمومین یتیموف، همین نفری که شما آوازش شنیدین صورتش هم هست در اونجا. شخصی عادی نیست، یک نفر کلیدیه در بسیاری دولت ها. هم شاید بتونه که در تاجیکستان کمتر فرق میکنه، ایش به ایش زیده، وکیده به امنیت زیده، با مدافعه وزارت مدافعه به هر دیو زیده. در دیگر کشورها امنیت میتونه که تبادلات بکنه، نه رحمان امامعلی را چپه کنه. امنیت میتونه، قدرت داره. اما نگاه کنین یک رئیس کمیته امنیت خیلی لگنبرداری داره امامعلی را، لگنبرداری خوگزنی داره. ولی بعضی دیگه بسیار تعریف میکنین، گویا که گارن آدم ظالمه بسیار خطرناکه، ایتا میکنه هیچ کنه میکنه.
این نفری که در پیشتون شنیدین آواز شد چقدر خوب زنی میکنه ای بای یتیم ای با بدون تا یک مردکی کلونی با اکادمیکی ولی با ایش اونو جکی عبرت گرفته یا که چی گرفته رقابت کردستن او با یک کتاب نوشته درباره فضیلت های پیشرو جکی را نمیدونین که با فکرم بسیار وزیر کارهای داخلی رمضان رحیم گنرال پالکونی او را من جکی میگم برای با مو جکیو موننده با مو مونند نیست برای ما خیلیش میگم او با یک کتاب نوشته فضیلت های پیشوا شما تصور کنید من یک مثال میارم گاو یا حیوان فضیلت داره فضیلت گفته فایده هاش خوبی هاش مثال گاو فضیلتش چیه مثال شیرش میخری فایده داره ولی فضیلت بگن گاو چی که بیان که گپ زد میگوی گاو پوست لباس یا که چی میکنی کفش میشه استفاده کرده ای پوستش ای گوشتش خورده میشه و ای شیرش استفاده کرده میشه خورده میشه این میشه فضیلت های گاو او فضیلت های پیشوا نوشته چی فضیلت داره من کتاب نخوندم راستی اما هم خیلی کتاب نوشته بود اوش با وزیر کارهای داخلی ای میگون کو وکیده با امنیت با دیگرش زیده اگه یا میتونه تبادلات کن یا دا عیب میشه و زپدلا باید باشد که چوپلوسی کنن یا دا باید زپدلا باشد یک دیگرش در چوپلوسی رو میگذاره هم یک نفر من چوپلوسی عروسی ندیدم تعریفش هم نمیکنم حرمتش هم نمیکنم قاهر رسولزاده سروزیر مملکت ایرا قریب یک سال ما پیگیری دارم بیچاره را محترمش نمیگن همون نفر محترم نمیگن یک ستوی که ویزه به یاد گرفته همین کارا میکنه میرم نکنه تمام انا یک بگیم که صفت مردی داره که چوپلوسی نمیکنه انسانی صفت انسانی چوپلوس آدم نیست در قطار آدم نیست چوپلوسی بسیار صفتی بگیم که یک حیوان ایده حیوان هم چوپلوسی را کنه میتونه خیلی شغال چوپلوسی کنه میتونه مولتی که ماوگلی را دیدگی هستین در پهلوی پلنگ یک تا شغال ماوگلی میگه چخیله با شمال بریم ما با شمال میرویم شمال میرویم برای همین ارزنده شخصی کلیدی های نیست که چوپلوسی کنه اصلا انسان نباید چوپلوس باشه انا می وزیره شما ببینید در رسانه ها نامشه اما خیلی میگن عادی میگذارن گویا یک شخصی عادی احترامش نمیکنه رژیم محترم چی با نمیگینش ای بای برای شما ای بای برای ما فرق نیست شما باید بگیمش که محترم سروزیر مملکت شخصی عادی نیست چی باش سروزیرش نمیگین زپدلو میدونین که حرمتش کنید و این وکیل را وزیر داخله را یتیم و دیگر وزیرا را شما حرمت کنید آدمای خودتون ما حرمتشون نمیکنم برای ما حرمت نکنین محترمشون بگین در پیش ما قدر ندارم اما چون هم عقل نخو نداشته باشن که همیون را هیچ که حساب نمیکنن دو نفر احترام داره در تاجیکستان یکی پیشوا یکی پسوا وقتی شهرداری میشه سرازه در حال محترم میگن یا که نوع پدرش چرا یورا احترام نمیکنین احترامشون کنه یک نفر یک مسئولیت داره در پهلوتون گنده خوبه هسته احترامشون کنین نواری بعدی این پیشایی نوار موندن هموطنان گرامی کدامی که کمتر عصباش خراب باشه میتونه تماشا نکنه که کمتر نواری ریقت‌آور میگیم یا که علم‌آوره همیشه وقتی پیشوای ملت میفروره احمد شوی مسئول میگه خب یک بار با فیلم که کفایت دیگه پفتور نمونمش تکرارم این نفر کسی نشناسه رحیم کریمش میگن رحیم کریم دیگه ساکن کجا بودنش مهم نیست یکی از استادها معلم‌ها در دانشکده اسلامی هست میگن که از زن غر بیروید زن که استادش غره هم خیلی چوپلوس به دنیا نمیاد مثال بگیم که فرزند همین شاید چوپلوس باشه هیچ وقت قهرمان نمیاد اینجا ما یعنی برای چی رو موندم این چوپلوسی کردیسه این یکم بار نیست گریه کنه این گریهش در نشستی ساحه در وقت نشستی ساحه و در بین
ҳукуматиҳо дар байни ҳамон одамои ҳукумат гирья мекунанд. ин якум бор гирьяш нест. ин нақлаш ҳам дуюм бор шид дар видео ма дар шабакаи ютуби пахш гуфтам дидагин. як бор дигар гирья кард, ҳамон видеоша ман наёфтам. Дар назди Эмомалӣ худаш. ай мардум бахшиш парсид, дар назди Эмомалӣ пешаи интихоботи 2013 буд. Пешаи интихоботи 2013 гирья кард. ҳамин гирья ҳамин ақло. Яъне ки Амрико Голливуд дора, Ҳиндустон Болливуд дора, ё ки баръакс хеле ҳамиё. Дар Тоҷикистон ҳатто Толливуд ташкил кунем, Толливуд. Ҳамира роҳбари раисаш монем. нигоҳ кунем, гирья дора. гирьяи худ аз чашмашон нарехт. ира ман намедонам, қазоқ гирья бигум, шайтон гирья бигум. дар мурдаи чаш ҳамин гирья кардагӣ нест. Инамира ман надидам, ман бовар дорам ки дар мурдаи чаш гирья кардагӣ нест. оз амира бирен талабо, донишҷӯҳо дар таи дасташ мехонем, бирен парсен ки барои пайғамбар ку гирья ки мо камерат кунем, ку гирья ка наметона гирья кард. Барои чӣ гирья кунам? аммо дар инҷа барои чӣ гирья кард? Дар бари Аҳмадшоҳи Масъуд буд ки фаҳмид ки Раҳмонов имрӯз рӯзи омадани ту набуд. ё ки дар бари Эмомалӣ буд? Не, на дар бари уш буд, на дар бари иш. ин худаш як командир ё ки як қумандон буд. дар солҳои 90, 92, 95 ба ин гапзан намешид. як одамкаши тайёр буд. вале имрӯз мегӯям ман тоба кам мардум, ай мардум бахшиш пурсидем. тра кӣ бахшид? ин хеле актёро як гудаки хатарнокам пайдо шид соли 2020 моҳи январ. урам монанди ҳамин гирья кард дар пеши Эмомалӣ. ёд дошта бошед, ман номаша фаромӯш кардам. аз як мактаб дидан мекунанд ҳамин Эмомалӣ. дар оҷа талабое ки ифтихорнома доранд, диплом доранд, намедонам дар бораи фуруғи субҳи донои китоб аст, ам хеле чи ҷашне ё ки ҳамин чиёда мероприятӣ да иштирок мекунанд. кӯдакҳо уҷа син солшон як нест, ҳама шиштагиам. махсуси Эмомалӣ куҷо медонам, ҳамун кӯдака просипос мекунанд. чӣ мехӯрӣ, чӣ кор мекунӣ, чӣ шидан мехоҳӣ, баъду мега духтуру гирья мекунам. мега барои чӣ? Чӣ ба гирья мекунӣ? бохчаи тари Эмомалӣ пахчам актёрай. чӣ ба гирья мекунӣ? мега беморам. дарҳол баъд файрод мекунӣ як кали бетаби дигара ки ира таҳти назорати худат бепул тавбат мекунӣ. аммо як ҳафта баъд духтуро гуфтанд ҳеҷ бемор нести кӯдак. шумо медонед ки актёрӣ кардам кӯдак то нест. масхарабозӣ кард дар пеши Эмомалӣ то нест, гирья кард. як кӯдаки гар. яъне ки ду нафар шид. ана кӯдакам калон шав монанди ҳамин мешава. аммо хеш ҳамин карим набоша. гирёнчак мегем ё ки дигар ном дигаш нагӯм. ин ҳукуматӣ буд. ятимфам ҳукуматӣ, ишам ҳукуматӣ. як ҳукуматӣ дигарам мемонам барои шумо. شمای معظم ملت پیش از همه من سرکردی مسئول جامعه مرکزی ناحیه شهردوست حسام الدین مراد میباشم. پیش از همه جناب عالی خدوم مبارک شما را به این ناحیه شهردوست خیر مقدم میگویم. میخواستم جناب عالی فکر و عقیده های خود را در خصوص دهمین سالگرد عمل قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم های ملی که شما در کاخ باربد دای نموده اظهار عقیده نمایم. جناب عالی مثلا جناب عالی پیشنهادهای شما همه از اصل قرآن و حدیث است. همه سخنهای شما به شریعت مطابق است. در یگان جای قرآن و حدیث حتی کتاب‌های مذهبی ما درک نکردیم که گذرانیدن مراسم‌های دفن عزاداری با ذبح چاروا یا که با خوراکخوری گذرانده شود. در یگان جا در نکردیم محترم جناب عالی. می‌باید که ما به شریعت و قانون حقیقی عمل کنیم جناب عالی. خداوند در سوره مبارکه اسراء می‌فرماید که این المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، هر آینه اسرافکارها اینها برادرهای شیطان هستند. خداوند میگوید من در کلام پاکی که شما برای مردم تفسیر کلام خداوند رایگان تقسیم کرده در سوره اسراء آمده است. این چنین در دیگر سوره ها آمده است که شما اسراف نکنید. خدا میگوید که من اسرافکارها را دوست نمی‌دارم. محترم جناب عالی، دیگر پیشنهادی که
شما کردید در باب خنسور که حق خلق و وطن ملت دعا کردید. مثلا جناب عالی شما خدمت‌هایی که کرده به خلق خصوصا و دین اسلام، بزرگداشت امام اعظم، شما در خانه خدا در حق خلق و وطن ملت دعا کردید. مثلا جناب عالی شما شخص 500مین نفر مسلمان جهان هستید. این عنوان را برای شما دولت‌های خارج دادن. این افتخار ما است. ما خادمان دین جناب عالی در حق تاجیکستان عزیز اول دعاگو آن هستیم که خداوند تاجیکستان عزیز ما را از بلاهای زمینی و آسمانی نگهبان باشد. پروردگار این ملت ما را همیشه نگهبان باشد. خداوند شما را در تار سر ما سایبان همیشه نگهبان باشد. ما یگان شکایت نداریم، فقط همین دیداری زیبای شما برای ما بس است. قدم‌هایی که شما رنجه میکنید شما برای ما بس است. خب این یکی از ملای حکومتی در شهر توز، بله شهر توز امام خطیبش بوده است. این ما یاد داشته باشین هموطنانی که در چی بودیم برادرها در زلو، یک برادر اون آخه پخش مستقیم ایمو روزی جمعه روی میکردم تعریف زیاد میکرد. این را میگن چوپلوس. یارا ما برای چی نیم چملو میگم؟ همین شما بعضیت خفه میشین گپی مرا خشونا میفهمین. من یارا نیم چملو میگم. نیم چملو برای ما ملو کی را میگیم؟ نفری که حق میگن نه اون را ملو میگن. کسی که نتونه حق گفته کم کم از اسلام خبر باشه اون نیم چملو برای ما. همینجا در یک چی یادم زد. ولی قرار است در وقت زنگای تلفنی 2 نفر از پدرشون دفاع کنن. بچه‌ای 2 تا نیم چملو زنگ میزنن از پدرشون دفاع میکنن. خیلی حق دارن. هر یک نفر باید از پدرش مادرش دفاع کنه. این حق داره. انتظار میشه زنگ بزنن. این حسام الدین نگاه کنین چی میگه در وقتی برآمدش. میگه که او 500مین مسلمانی روی دنیا را انتخاب کردن تا مسجد معرکه امام اعظم تشکیل کردی. کتاب با قرآن با تاجیکی نوشته. میگه من از سوره اسراء آیت 26 گفت یا 27 خوندم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تبذروا تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. درباره اسراف بله خداوند میگه اسراف نکنین. اسراف کارو برادر شیطان هم شیطان با پروردگار کفر ورزید، سرپیچی کرد از اطاعت رب. میگه که ما یگان شکایت نداریم. فقط همین دیدار زیبای شما میگه برای ما کفایه بسنده. همیشه تو در بالای ما سایبان باشی. رحمان معقول چید؟ رحمان فیرا معقول شده. چی به گپا گفت؟ این تحقیر با امام علی است. بچه و در بچه این گپا باید نگه. این گپای محرمانه است. خب اگر برعکس میشین میگفتین که یا راز نیازم یک عشق ورزی دارن. یک چی بگذارونش دکتر روانی یا که همو گروه همجنسگراهای ملا را بگذارونن که با یگون ترکیبش دگون چی نباشه. نوار دیگری خب این سراینده نامشان بگیرم خوبه. در عکس در اکران شما شناختنش رو که هسته دیدینش مسلمه قادروا. معلوم است که این مسلمان زاده های مسلمه خودش علاکه تسلیم شده قادروا.
این قادر یک صفت پروردگاره، اینا میدونیم به فکرم. این دیگه گپی با ترجمه به فیلم نیاز نداره. زیهی پیشوا سرور ما آدمی آزاد هیچ کس سرور قبول نمیکنه. اینا بدونین به روزیتون غلام، کنیزک، برده یا که رب همیشه سرور داره و باید سرور داشته باشه. این نفر آزاده به فکرم، این غلام نیست. خیلی شاید میگن که بسیار دلسوفک ایرا مجبور کردگیان ای صحنه رونده نشوه، محروم نشوه، میبره در وصف شعر میخونه. اما گپش خطرناکه. میگه که ما شب روز همیشه این کلمه بردوام پستیانی میگه ما دعا میکنیم که تا سویابان در بالای سر ما باشیم، مانند اون ملای ماشینیک یا که ملای چوپلوس. همین نماز میخونه که همین گپا گفت. برای این پرسنش در حق امون رحمتی و چشم همین روز دعا کرد یا که نکرد. این گفته زگی ما همیشه در وصف امام علی یا که پیشوای نازنین ما دعا میکنیم. دروغ میگم دختر. چاپلوسی نگاه که برای چه خطرناکه و گناه کبیره های. در چاپلوسی نفاق داخل میشه. نفاق کسی بفهمه؟ برای نفهمیدگی بفهمونه. نفاق در داخلش داره دروغ، ریاکاری، خیانت. وقتی آدم چاپلوسی کنه، انمی چیزا رو، انمی گناه ها را استفاده میبره، انمی عملای بد، انمی عملای حرام استفاده میبره. همین از دروغ گفته است. او دیگراش هم دروغ گفت. یگان تا یا همیشه درجات دقیق امام علی دعا کردی. برای پرس که همین هفته نماز خوندی، در همین امام علی دیاد زد در نماز. با میگم که آزاده. هر یک نفری که آزاد باشه در وصف کسی طریق چه بنده و برده و کنیز غلام نمیگیره. نگاه کنید، تنهایی سراینده نیست. من اینجا چند تا نمونه برای شما پیشنهاد کردم. صورتش هست در اکران بو میگم. نفری هستن که یا چهره یا شخصایی که یک دیدم میشناسشون و من گلچین کردم. آیا شما فکر میکنید یگان سراینده بغیر از زمین نمیخونه یا که نخونده؟ خونده، زیاد نفر خونده. فقط یک نفر نخونده. برای احترامش به جا آوردن در کار، اما در داخل نیست. یا شاید در امریکا، بعضی وقت در کانادا. سال 2018 اگر یاد داشته باشین، صدرالدین نجم‌الدین نامش میگیرم. سال 2018 مجبورش کردن که در وصف امام علی شعر بخون. او در خارجه بود، نخوند. مردک واقعا ناموس داره، انسانه، چاپلوسی را قبول نداره، خشونتگری را قبول نداره، نخوند. گفتنش که تو انداز قرض داری. شما میدونید نه همین سراینده کسیش باشه، حتی سراینده طرف باشه، دکتر هم باشه، معلم هم باشه، یک ملیسه باشه، همو روسی میگن که پرو کنه، کم ترک جرأت کنه امام علی را خشونت نگه، تعریفش نکنه. هم کدام ساختاری، کدام چی وزارتی دا باشه، در حال یا کار روندش میکنن یا قرضدارش میکنن یا اون تهمتش میکنن. همین سراینده هم همین خیلی کردن. صدرالدین گفتن که تو از انداز قرضدار. گفت ما همه هر ماه شام میسپردم. کدام انداز کدام ما؟ نه بیای پیش گپ میزنی. شما تصور کنید بیای پیش ما گپ میزنیم خطیب. نرفتیست و باید نروه. این آواز ما حتما به میرسه. نره که تو مجبورت میکنن باید برای تو زپدلا باشه. برای هر یک مسلمان تاجیک، برای چی میگم تاجیک سربلنده باید زپدلا باشه که فرق نداره او تاجیکه او غیر تاجیکه، تو بخیزی خشونتش بگو. این زپدلا باید باشه. نه باید تاجیکستان بروه در وصف او شعر نخونه. دیگه سراینده هم باید شعر نخونید. آخه من راه همین چیزی را میگم، با راهش میگم. با میگن که یا را مجبور میکنه که اینا من میگم آخه ای وطن بیرون شین، یعنی ای وطن یک مدت هجرت کنین. اونا سریا گرما برای چی میگم؟ سریا گاو هر گپای کمتر سختش میگم. برای هجرت نمیکنه، یعنی ای وطن بیرون نمیشه. داموجا غلام یا که همون خشونت گفتم میشینه. اینا بردم بگنو محکمش کن. چیکار میکرد؟ ای رحمان فقط دفاع میکرد. یگان گپ خوب کار خوب شما ندیدین که برام را محکم کنن. خب نواری بعدی. گنجی صداقت
خب به حال ای ما گریک نمیم که بخندیم. ایرا میشناسید عکسش هسته آوازش بسیار شما میشناسید. شما میدونید اکثر مردم ما و شما طرفدار مخلص بالچک هواداری همین سراینده ها هم ایرا میدونید. حتی بعضیت شاید امی گپای من سختم برسته وقتی که من سراینده را کمتر گپی سخت میگم کمتر میگم این حق دارم ملا را هم حق دارم ترم داری شما خیلی هموطنان عزیز شما خیلی نترسین که یک ملا را یک گپی خطای شدید گپش بزنی در حال عذاب رب العالمین عذاب خدای بالا در بالا میرزه عثمان این خیلی نیست. شما میدونید که پیامبر اصحاب بزرگایی که در گذشته بودن خدا رحمت مغفرت چون کنه دشمناشون خطایشون میگفت قبول میکردن عذاب خدا نمیومد اگر خطا بگه یا که دوستش خطای یک نفر دیدی میگویش با میگم که عثمان برای اگون ملا وحی نمیاد که خطایش او بگه ما بگیم که او خودش میفهمه او داناتره با عقلتره او تمام همه چیزا سرفرا میروه. انا این سراینده این جمشید اسماعیل از دنیا گذشته نگاه که با میگم که هوادارا و مخلصا شاید که سخت عمر است این از خودش چیز باقی مون چند تا استودنت دانشجو اومد شعر امیرا زمزمه میکنه برای امام علی این خودش هم چیز باقی مون. شما میدونید که همین دنیا گذشته همین جمشید اسماعیل دنیا رفته میدونید نه تگ خوک ده خودش چی باقی مون او جان ملت نگهبان ملت جونی ترا چی با نتونست برقرار کرده وستانیت کرده چی با نتونست تا دنیا رفتی تگ جا مرد کی مرد که جدا گورش کن نمیدونم شیخ شما ببینید قرآن ملتی رحمان ملتی اگر این رحمان ملت میشید حتما ای ملک الموت ای همون جانی تو حفاظت کرده میتونست تو نمیتونستی بند بری ای دنیا نمیرفتی تو اما یا با میگو که دروغ ای گپا اساس نداره. 16 اوگوستی 2020 ای دنیا گذشت جمشید اسماعیل 16 اوگوست در بیمارخانه استقلال در جایی که بیمارخانه‌ای که برای کسالی ویروس کووید 19 آماده کردگی بدن همون جای دنیا گذشت. کسی نمیگه که برای چی یا که چگونه ای دنیا گذشت یعنی سبب مرگش. من میگم ای چی بود پاندمی ای کرونا ویروس ای دنیا گذشت زیرا موقع مکانی بیماری کرونا ویروس بود بیمارستان استقلال در شهر دوشنبه در منزل یا که آرامگاهی لوچا با خاک سپردن. ای خودش چی باقی مونده می ای خودش چی باقی مونده این اتاری شعر ما با میگم که حال میگن که از پشتی مرده گپ نزن نه اینا ما میدونم دیرتر برادرها زنگتون قبول میکنم از پشتی مرده گپ نزن میگه این شعر خطرناکه این میدونه که شعرش کی بر اومده بود و چخیل مردم ما کمتر هشار شد تکان خورد این درست نیست با میگم کدومش ما باورش میگه که اومالی قرآن ملت جان فدای ملت جان ملت رحمان ملت باشه نیست آخی کو فقط ای مشکلی میگریزه در رقص بازی کیف صفا بله او در صف اوله در دیوانگری و مسخره بازی بله در صف اوله ایرا هیچ که انکار نمیکنه حقیقت داره اما در گپای حقیقت نداره. یک چیز دیگه هم باید میزد 8 اوگوست شما ببینید 7 اوگوست یک سراینده دیگه مرده. شما میدونید کی بود؟ بهرام غفوری 16 اوگوست مرد یک هفته پیشش بهرام غفوری از دنیا گذشت. از دنیا چه خیلی گذشت ما را راستی ندیدم یگان سرود برای پیشوای ملت خونده باشه. از دنیا چه خیلی گذشت. یک پروکورورش فردوسی ناحیه فردوسی در شهر دوشنبه انورزاده اسلام قربان اسلام با فیلم نامشه با لانکروز را میدونید نرخ چند بود 200 لانکروز 200 کم از کم $100,000 نرخ داره کم از کم نرخش ولی با کدام مارکش بود کدام سال بود ایش با فرق میکنه نرخش. با لانکروز شب بهرام غفور را میگیره در ماشینش با یک نفر دیگه با خودش نامعلوم که با سرعت تیز در یک دوشنبه خورد میزنن صدمه در حالت مستی ایش هم وکیده گفت مست پیون نوشیدگی سرخش میزنن جا و جا میبره بهرام غفوری و این نفر
بچه انوری کلش میگن یک تکستیل دویمون خورم وزمین بود یک وقت گفتن یا دست بریدن یا پوش بریدن. شما میدونید پرکرور نفری که ما شما را یا که دیگران را بلا میکنه نو یوسف رحمان نو بزیچه یا که نو بیناموس بشرف همین نوع ما را میشنود دیگه گپوش گم میکنه. یوسف رحمان کسی نشناسه دادستانی کل پرکروری گنرالی گنرال پالکونیک در سخنوشو که نشستوش میدونین چی میگن؟ اونا تو سوز گپ زد. ما چه خیلی گپ میزنم برای ما عیب نیست کمبودی ندارم مسئولیتی رسمی ندارم اون مسئولیت رسمی داره باید خوش رو با آدابی گپ زنه نمیتونه با آداب گپ زده یوسف رحمان پرکرورک شبینه انورزاده اسلام قربان با لانکروزه وکیده میدونین چی گفت 9 اوگوست 2 روز بعد یا که امروزش بعد نشر کرد که نمرهای رقمی انورزاده قربان 57 01 JJ 01 وکیده گفت نمرهای ماشین شد. بعد از او وزارت حالتهای فوق‌العاده MTS گفت که نمرهای لانکروزری که در سر چنبرک قرار داشت انورزاده که اداره میکرد ماشینه 1991 KK 01 شما چه خیلی فهمیدین یک ماشین 2 رقم داره یک لانکروزر پیشش یک نمر بوده 5701 خفاش 1991 اوش JJ ایش KK شما ببینید این خیلی ماشین یا که این خیلی نمر تنها در دزدو میشود. دزد برای چی نمر پیش ترانزیت میگیم که نمر ترانزیت هم نبوده نمر شخصی نمر رسمی دولتی این رسانه های چیزا نشر کردن ما تو در صفحه فیسبوک میرا نشر کردیم که یا دروغ میگن چی با وکیده نمر ماشین 5701 JJ 01 میگه وکیخش MTSش میگه که 1991 KK 01 کدومش روز میگه یک ماشین زدگی بود یک ماشین به صدمه رخ داد یک جیب بود لانکروزر فقط دزدو راهزن ها نمر پیش دیگه میکنن قفور دیگه برای چی برای وقتی که با سرعت بلند یک اون جو راهزنی میرن کسی نشناسشون در کامera نمر پیش میغلطه در یک جگه نمر قفوش میغلطه نمیفهمی نمر ایکی بود یا که ماشین ایکیه. خیلی ببینید بعد این یک مورشید بعد این سراینده ها یک سراینده ایگم او هم بیماری ویروس قربان علی عبدالله درگذشت 10 ینوری 2021 نمی یک ماه پیش بله این توبه کرده بود. همین اکثر سراینده ها چون میدونن که همین کسبشون درست نیست اینا شما کدومش میرین پرسین برای که سرایندگی خیلی بزم بازی رقص تری دیوانگری نه سومش حلالای نه کسبی حلالای نه آبرود میته او به حالتون میخوانه قرصک میزنن و طرفدار ریختین این سراینده ها شما خودتون این خشوتر میدونین بهتره که یک روی راسته که یک کسب خوب انتخاب کنید. این سراینده توبه کرد ای دنیا رفت و دیگران شاید ما علم غیب آگاه نیستن در کجا قرار دارن ایش هم خبر ندارم اما همین قشه برای شما اینجا گوش زد کردم نشان دادم که بسیار در حالت وزمین ای دنیا گذشتگی در حالت بسیار بیزه خدا که دانایی که در چه حالت قرار دارن با خب نواری بعدی خب این کی بود؟ یک مسافر در ناحیه جیلگاتول این مسافر چهرهش رو ببینید در اکران است. آخی با اون که چاپلوسی نمیره میگم موضوع ما برای چیه؟ نه کم تر پس انشالله اعلان میکنم برای زن چاپلوسی دروغگویی خودنمایی خودشرینکنی مگسی گردی لالی شیرینی این نمیاد. یک مسافر نمیدونم این در دنیا هست یا که دنیا رفته
میتونه که همین خود ای پیش خودش جرأت کنه دوشو کنه با امام علی هم خیلی مسخره بازی که خیلی پریکول کنه امام علی را شوخی کنه همین کارا میتونه که نه یک نفر که همین خیلی یکم بار ملاقات میکنه پریکول کنه امام علی را اگر بگه که خیلی شوخی کرد کارا نمیتونه که و غیر از این خیلی دروغ میگه همین جرگاتو در وقت زنگ ها یکم تا جرگاتو بشه زنگ بزنه که همین کدوم وقت کی یاد دارم ما کتابایی را که خوندم یا کینویی را تماشا کردم نشنیدم ندیدم که یک نفر اومد باشه خوکو کارچ کشیده باشن خوکو تیلو شده باشن هر سال میگم یا جلگتون دیگه خیلی میشه و این آبودیش دیگه میشه همین سال میگم با پای قدم خودت خوکو کارچ کشیدن اونجا چند قبچه کارچکا یک جای دزدیدن آوردن در پیش چشمی امام علی موندن که خرسان شود این مسافر امو را دیده نفهمیدم که خیلی دروغ گفتی اما خیلی باور کنیم تو همین مسافر باید که ای پنسیه ای نفقهش گفت زنه که چند ماه شده نفقهش نگرفته اینا حالت حسابات گفت که 41 میلیون سومانی را امانت بانک جایی بگیم که خزینه یا که سوم دادگی نفقه خورای نموه 41 میلیون سومانی را دزدیدن پول نفقه خورا را درست نیست این همین مسافر نمیشد که از این که خشامدی میگوی یک دروغ میگوی گرود میسوزه درباره نفقه گپ میزدی نوار بعدی خوب میشوه انتخابات میشوه ما همین انتخابات هزارها جوال داد میتم خدا این ملت‌های یک 22 ساله با خدا که به دوستان نصیب کنه بچم دیگه بایسته اگر در همین انتخابات بچه مرا در قطار میموندن همین نوم خزانی در کو من نوم بچه خود مسد میزدم نوم شما همین نوارا میدونم که کمتر بعضیات سخت میرسه یعنی که عصبی میشین عصبی نشین با میگم که چاپلوس این خطر بسیار بزرگ داره ما باید که از چاپلوسی اولا خودداری کنیم دیگه هم راهی نجاتی هم را بکنیم که مردم چاپلوسی در دست نزنن برای چاپلوسی نرون این رو ببینید در نوحه فرخار پیش انتخابات 2013 کمپیره این بچه بزاره یعنی که بچه‌هاش بزاره نخود فرزندی که کلونش کرده او در خدمتش و در آینده باشه میخوزی یک پیانوسکا بلوش میدونی میگم ما چوال قاب میگیم ما یا قابچه قاب میده داد میتونم که این مهنت هایی که 22 سال که به خدا که نصیب کنه و هیچ که نصیب نکنه شما میدونید گپش چی معنی داره اون نفر میگه که امام علی در حق ملت خدمت کرد انا کمپیر جنایت کرد گفته که مهنت های امام علی در هیچ که نصیب نکنه مهنتاش میگه در خودش نصیب کنه در هیچ که نصیب نکنه میگه ما دعوت میتونم که مهنتو در خود نصیب کنه و اگر میگه در این انتخابات بچه ما در باری نومیتون باشه نومش من میرم نومی بچه خود من خط میزنم نومیتون خط نمیزنم چیکارش کنیم که این کمپیره نه چیکارش کنیم میگه که مجبور ما همین بسیار ما میگم میگیم ایش هم میگه او را مجبور کردن اوش هم میگه او را مجبور میکنن شما میدونید که با مجبوری ایدنیو بگذاری چی میشه حالت این ملاش مجبور او دکترش مجبور این ملیساش مجبور این کمپیرش مجبور او سرایندهش مجبور با مجبوری ایدنیو میگذارن جواب را کی میته شما میرم میتونید جواب بگین ولی ما در رفتی چی میپرسم زنگو ما میپرسم که همین مجبور ایدنیو میروان جواب را کی میته میشه بگو که در قبر یکی از رکن‌های اسلام یا که شعبه‌های ایمان همیه در قبر سوال جواب میشه ما باید ایمان به قبر داشته باشیم و سوال جواب قبر داشته باشیم که از ما میپرسن من رب که من دینو که من نبیو که چی میگین لا ادری گفتم میرین یا که ما مجبوریم گفتم میرین چی میگین در قبر تو که بعد ما مجبور میشیم با میگم که ایو نسل آینده را چاپلوس میکنن این هیچ دگپای این هیچ دگپای که ایو یاد میگیرن ولی همین برای چی نمیگپا میگن این همین کمپیر برای چی نمیگپا گفت ولی هم بسیار میگه خیلی دروغ گفته همین گپا میگه یا که شوخی کرد همین گپا میگه رحمان وقت در هر ناحیه میره این مثال همین فرخورد میره و یک ورقه در دستش بعد نقل میکنه از سال 92 یا که از سال استقلالیت در ناحیه فرخورد 4 مکتب بود الحال امروز اون با
40 مکتب تبدیل یافته است که این باعث افتخار است. یا که میگه در سال استقلالیت در دهه نو بنیاد شما اگر 50 دانه حیوان 4 شاخدار بود، امروز اونها به 300 دانه رسیدند. این همین گپ ای سال استقلالیت میگه چی بات یک هر سال قریب سفر میکنی ای سفرها یک سالت بگو دیگه جامعه برش 20 سال اوسره. انا برای همین که اینای گپای قوازیش اینای سفسطه و افسونوش مردم بیزورن خوشو نگیره گوش کنن، نتای کمپیر کودک هم میبرورن بابا جانی من دیل جانی من ما تو را دوست میداریم ما تو را انتظاریم، برای که دقت مردم را جلب کنه. یعنی که یک خوی آدم میپرده اینا از اینجا بسیار شما بگن که یک خنده هم میکنید در این ویدیو. برای چی؟ برای که یک اینترس نشه، همون جلسه اینترس نشه در مردم. نمی رحمانوف همین کارا میکنه. جلسه مجلس همون طولو همون صحنه را یعنی که یک عجایب کنه ده طریق کیف کنه آدمو. برای ما در همون صحنه‌اش یا که همون میدانش یک نفر میبره یک نمود میخونه که مردم کیف کنه هیشور شوه دقتشون جلب شه، نفر دیگه یک چیز بعد اول میگه اکا بیا امیر روچکم بتمد، بیا امیر روچکم بتمد، بیا یک ساعت میگیره بیا همین ساعت بتمد اکا. زنگو باشن مرحمت زنگوی شما را انتظاریم. اویدی موضوع چاپلوسی خطر یا در جامعه نگاه شما نظر شما را میخواهیم در این باره بشنویم. نمرت برای تماس الیا. سلام علیکم. و علیکم سلام. بله در پخش مستقیمی مرحمت اویدی موضوع فکر نظرتون رو میشنویم. مردم دیدن سخت میسوزه برای شما. برای من؟ پدر و مادرت. من کسل نیستم. چی با دیلت میسوزه؟ دیلت به یک آدم کسله یک آدم بیمار بسوزه. این موضوع خطا یعنی؟ موضوع خطا فکر میکنم. راستی گپ دیدم برای پدر و مادرت میسوزه. راستی گپ برادر. چی با؟ سبب؟ برای که ما راستی گپ ما خودم پدر دارم مادر دارم مثلا که ما 23 ساله دنیا گذشتگی تا خوزی را دل جگرش سوختگی یا بچه خشوی نازنی مثلا شما یا بچه خشوی نازنی تو دست دارید خب برای چی؟ تو سبب شو بگو گپا میگو سبب شو بگو که برای چی دلت میسوزه؟ من چیکار کردم؟ من در زندان نیستم که دلت بسوزه با من آزادم. برادر من گوش کن برادر من مقصد من چیه که کنکرت نبگو که فشار ظلم تهدید تحقیر میره بالای پدر مادر در این گپا بگو خی؟ عاشق گپا بگو؟ نه من فکر میکنم اولی گپای ما قضایی رژیم تاثیر نمیکنه. من اون وقتی میفهمم تاثیر شکی شخصای کلیدی شخصای رتری رسمی خدا برادر جان کار ندارم من دل من برای پدر و مادرت میسوزه برای خود نه برای پدر و مادرت میسوزه با خدا برادر. چیکار کنم این نگاهی تو چیکار کنم؟ ما خواهیم صبره پیشی پدر و مادرت برای تولیکسمانی شد مثل چی خطایی گهی میبخشنش بخیر بیا و برادر چی در کنستود یا بچه نوزن بیو زن و یا تولیکسمانی از زندگی تفیش با برادر چی در پایره دو مشید اگر ما بگم پدر مادرم در پیش من چیکار میکنی؟ با چی فکر میکنی؟ ما والدونو که یا پدر و مادرت در پیش تو نیسته برادر. تاگی جوان میدونی که در پیش من نیستن؟ غیبان میدونی چی؟ گوش بیستم برادر. میگو تاگی جوان میدونی در پیش من نیستن تا میره که یک جواب بده تری که من قانشم. من 100% میدونم. آخه تو 100% کارمند امنیتی که تو 100% میدونی یعنی امنیتی رو میدونن یا که وکیده بزرگ.
فراموش میکنم که من کیم چیه میسو من باید گفتیستم که برادر میسو دیدی من برای پدر مادر خیلی یک اپا خوارای دیگه هم میسو که میسو قد درد و قد و میسو آبیارم دل تای قاب شپم آبیارم قدیل تا آب شپم اگه اینای کم اینه که با همی دل آدم میگن چند قای دل آدم نمیدون چند قای هم قد با فیلم است همین خطی خاموش میشوه دل آدم یا با کلا دوست ندارم دوباره تلفن شپم تلفن چی میشوه میسوزه با فیلم مگنه دوباره تلفن رو همه شبیدن دل تر میشی خنک میشی پروردگار که وجود باشی زنده باشی پروردگار که اما دوغوی همه من داشته برادر ما یکم گفتی مالی رحمت کلام برای فکر خوبت یا که نظر دلسوزید کام نیست برادر در خدا خب یک زن دیگه قبول کنیم الو الو سلام علیکم سلام علیکم. و علیکم سلام برادر در پخش مستقیمی اوید موضوع فکر نظرتون رو میشنویم موضوع برای همین چاپلوسا بوده؟ بله موضوع بسیار گرمه این موضوع بسیار در کره سو در کره همه 50% خلق خودش چاپلوس شده بخی چاپلوس شده بس شده هم بسیار شده آخه انا میرم میگه که چیکار کنیم چیکار کنیم و مرد گفته خودشو نمیگردن در هر قشلاق ها خونه هر یک خونه در یک تا دو تا بز چاپلوس شده سر راه عینگاه شما برادر عزیز عینگاه شما سر راه همین ما چخلی میگیریم یعنی که رشکنش کنیم ده سر راه ایره همه برابر میخیزه نه چاپلوسی بخستن ای برادر عزیز چاپلوسی بخستن این دیگه چی موضوع رب نداره بخستن چاپلوسی نفر هست که مثال برای یک وظیفه شیرین میکنه میخیزه گپ یگون تعریف دروغ میگه یک نفر که دکتر برای یک کار دیگهش یا در تنهایی میشه که یگون چاره‌اش رو ببینی یعنی که نصیحت میکنی یگون همو یاردم میکنی که این بیماری نجات بیابن و یا نصیحت نمیفهمم و یا در هر یک خونه در هر یک قشلاق خیلی چاپلوسا پر شده گه بزی همین خیلی بزای امنیت همسایش هم میفروشه همسیبش هم برده میفروشه یوره همه یک قشلاق در مثال یک تایم هم قشلاق جمع شوند یک شرمنده شون کنن و دیگه بس میکنه بله چاپلوسی بسیار خاراکتری بسیار خاراکتری بیزه ای دست بکشین توبه کنین این یک بیماریه برادر عزیز یک بیماریه چاپلوسی این یک قشلاق دا هر یک خانه دا یک تا دو تا بز پیدا شده بزای امنیت بزای سلسویت بزای MVD بزای KGB همین هم پر شده یک خیلیش منصب هم نداره پروست همون بخونش آمده بخونش میره با یک گناه میکنم اگر بزی سر میکنم برادر خودشم میفروشه همسایه خودشم میفروشه خش خودشم میفروشه همسایه‌ش میفروشه در کش اکا و دادر پدر خودشم میفروشه خیلی اینا میگن که قیامت سوز میگن یارانه قیامتشون سوختگی قیامتشون سوختگی اون او داو چی حق و باطل در صدای مردم میبروین همین باید همو امنیتی گفتگیان که همین سفید باشه سیاه بگو سیاه میگه یک گب ده میسته تمام و دیگه اگه سطح نمیخوره بله برادر اگه گفتنی آخر داشته باشی مرحمت با زنگوی دیگر را قبول کنیم که خیلی ما اون گپ زنیم امروز گفتنی که همین چاپلوسی نیست شوم آمین انقلاب آمین تشکر برادر تپک استعفا تشکر خب یک زنگ ای تاجیکستان من را قبول کنم شاید که فرزندی کی باشه اما ده تملوها باید که در تماس برن که ببینیم خیلی دفاع میکنن پدرشون یه از تاجیکستان نیست الو مرحمت در پخش مستقیم میشنویم سلام علیکم خزین برادر شکرانه خدا در پخش مستقیم مرحمت اوید موضوع بسیار کوتاه صحبت کنه گوش میکنیم
این چاپلوس ها برادری بله بله یک بله میتونیم چاپلوس را دیگه همه نتینده این بیماری بزه و یه اهمیت دادن در کار این بیماری میگذره رنگ ویروس هست من میفهم برادر یک روز هم دعقشون دو میکنی خدا هدایتش کنه میکنه نکنه بلا باقت میشه آخه میچسبه در دیگر در نسل نورست میچسبه برادر ما برای چی میگیم که یورا یک راهی را بیاویم که پیش راه شیم صد راه شیم که در دیگران نگذره نسل آینده همه چوپلوس میشوه خطر کلان داره اکیش برادر جان اکیش والله اینو شما پیشنهاد میکنین که موقع همیشه نداریم شما مبارزه مقصد اگه چی آخه آزی خودت نه یک پیشنهاد کردی که گفتی دقشون دوم میکنیم این هم یک پیشنهاد هست این پیشنهاد آیا خداوند هدایت چون کنه این نکنه و خیال مو ایمانشون ضعیف فایده وطن فروخته این همیارا میگن همین چوپلوس ها را وطن فروخت ملت فروش میگن همین باور که برادر همین تو با پایگیری میکنیم باور که چی حاله چی روزه جویش می علامت میکنه نورای ماندم یگان تشد خوب تماشا کردی گوش کردی که چی میگن نورای برنامه دولی سال 18 داشتم برادر چون همه شدیدم علام میکنه که چی کنی این غریبی در کور کرده گشتیم مقصد ما همیشه دورنده که مالی سلامت باشی برادر با دیگر را قبول کنه گنی مالش برادر جان پناه الله برای خداحافظ موفقیت انشاءالله زنگی تاجیکستان رو بگیره الو سلام علیکم و علیکم سلام الو در پخش مستقیم گپ زنین گوش میکنیم سلام علیکم اکاش خیلی خوب و علیکم سلام خوبم تنجیم آیدی موضوع چی گفتنی ها داریم فکر نظر تا میشنویم اکایا سخن دارم درباره همون میلیسه ها اها همون اونای میلیسه را بگم قرار نکن ملیسا چوپلیس هم میگه زایباست میکنه هر روز میخوابم پراتکاوز میکنه آدمگاری نداره نمیفهمم بیچاره معاشی و آخه هم 70-80 سومونه و کنش نباید ایره بیا و اویلک شد چی کنه پرکنه معاشه زایبات میکنه یا دینا خوابیدم دست یکم شکسته بود و بالیس رفتی سادم خوابیدم پراتکاوم کردم خیلی دست یکم شکستگی با رفتم دویم باره خوابیدم دویم باره پراتکاول کردم در یک دقیقه دیتا پراتکاول گرفتم اونو همو در دست پروتکلش میمونه داخل چونه میمونه و در روز ای طرف همو وزارت داخله باشه که همو چی بازرسی دولتی اتومبیلی همو چی میگیرن دستور میگیرن هر سحر که نمی روز باید 50 تا پروتکل بیاری و دیگه 200 تا 300 تا دکیسه شونه در برشون در پپکشون 50 تا تیار میکنن با ویگا با او چی را گزارش دادن دیگه شد دیگه هم خیلی شما پول میگیرن یا که فریتون کده رفتن میگیرن او ویگا این بود او برن در اوجه شف دستون بتن اما بعضی همون رها با نرخ داره همون را میدانی برادر رهای میگن که روغانی رهای گرم رهای سرسوم سومدار رها با نرخ داره که هر گایی در هر ره نمیتونه ایستاده من درباره همون امام علی رحمه یگان چی گفتن ندارم لیکن همون درباره ملی سعود ضعیفت کردن که ریوالیوشن کردن که اون نچانک ملی سعود غیره ایواز کردن که همشون گرفتن در کار فهمو برادر پیغام رسید انشالله با در تماسیم زنگ دیگر رو قبول کنیم خب خداحافظ سلامت الو سلام علیکم و علیکم سلام روزه نکه خوبه شکرانه خدا انشالله که شما خوب باشه الحمدلله خوبه چی ما نشد این موضوع کنه که یاده سخن بگم مرحمت آزادی سخن که اگر کوتاه کنی با خوبتره یعنی کمتر چی باشه کرات
گاب نیست همین چوپلوسو دار شخصا همین چوپلوسو من میدونم که 98 یا 95% خدا اگر دروغ نگم اکثریت نمی نیچتد نیکو انده با زبان کوچکی بگیرن در اونم کابینتو شدگی لبوی همون گلونی میتش یک کسی یک ده کسی یک بانگد پو گیزا زدگی تیت پیت زنگ میزنه لبوی گپا گفتن میگیره اکثریتش رید که زنگ میزنه ادکوات نگاب میزنه خیوشه نمیدونم اوش ممکن یکون مقوماتی باشه اکثریتش هم خیلی خیلی دگر اون گپ زنید معلومه که بچه کوچه میدونی که بعد اون کیفی کیف شکت لبوی گپ همه گم نه جاک ما مسافر کمپیر هم بودم با کیف بدن نه اکه اون خیلی کوشا نمیدونم وش نسام دلی چوپلوسان آخه می ترسن نمی نسام دلی غیرت مردم گرفتگی ما او روز یا ویدیو را تماشا کردم یک از ماشین میبره اتای همه ماشین بریدگی دو میکنه اون دو میتام ماشین بره میگه جنوب یولی نگهبان تون باشه با خدا این مقصد همه هربای مردم گرفتگی ایوخی مردم اون چند قره حرکت میکنه تای گفتی گپو اون چیوی اون دابه درویت یگون اون میگوی یگون مکفو چون میتبروی همه کرو من میگم که ما امامعلی را دوست میداریم امامعلی نمیبره بگه دانه با دانه که من شما را دوست میدارم این همین سراینده را نمایش که گرفتم ای دنیا گذشتن سراینده معروف هنرمندای مردمی بدن دولتی بدن شما در اونجا شنیدین که همدردی بیان کرده باشه بین جمشید اسماعیل نفری که گفت تو جان ملتی نگهبان ملتی قرآن ملتی یک چیزایش گفت که امر همدردی بیان نکرد اینا من میدونم خیلی ما با خدا اول همه شما را گوش میکردم خیلی مرده گوری اعتقاد تو نداشتم اگه حاجی را مرده گوری اعتقاد تو ندارم خدا میدونه در دل شما چی گپه او امامعلی نسام دل خدا زده و دامد امامعلی هم اینا مقاماتاش وجه ایرادر بروماگی هم بگویم نه که با خدا من مرده گوری نه یکان تاتون در اعتقاد ندارم کی در اعتقاد داری؟ کی در اعتقاد داری؟ باید یک نفر باید اعتقاد داشته باشه در یک نفر مثال بگیم پیرو یک نفر باشی باید کو اینطوری نمیشه که اعتقاد محمد اقبال خیلی چیست معلومه که خدا ترسه اون در کمتم خیلی اعتقاد هست ایتاک بگویی که ما خیال چوپلوس نه که ما پشتی امامعلی را گرفته استم او همش یک خدا زدن شخصا ما سمیه ما ایامو جبر بسیار دیدگه ما پدرام نمیگومه نسام دلی خدا زدن فهمم این هم خیلی کارچی خب خداحافظ برادر خب آدمی وای بله آدمی وای الو الو سلام علیکم برادر سلام علیکم مرحمت در پخش مستقیم اویدی موضوع یگان گفتنی داشته باشی فکر نظر تا میشنویم برادر پیش از همه سلام عرض میکنم به همه شنونده های برنامه شما و گفتنیم که همین برادر زاید ما یک چیم نمیفهمم همین مسئله چوپلوسو دار یعنی دیده ایستان که چی گپ شده ایستای چی خیل وضعیت چی خیلش کمی میکرد همینو کورن کرن یا از عقل بیگونن همینش من نمیفهمم که با چی خیل طرفداری میکنن همین رژیم هم و مگسای گردی لگن شیرینی هم گفتم که اکنون او شیرینی فقط برای همون خودشونه یا که یه روز من چی
همین خودم شیشتم فکر کردم دا بینید برادر همین یک مثال عادی یک بچه های میبرویان 18 ساله 20 ساله یا از وی هم جوانتر همین با تمامی بود شدهش درکار شود اگر برآمده خدا کتیمو شیری اوچاش کتیمو همین چی کتی پورش قسم میخوره که نه میگه و یا حقم میگه نه میگه و یا مردم فریبی نمیکنن میگه نه میگه همین در تاجیکستان میگه عدالت سعودی هست و قانون هست و قانون عمل میکنه و هیچ کس زیر قانون کار نمیکنه و هیچ کس پورا نمیگیره و پاسپورتی نیست و او تاجیکستان نگفته از نشه دیگه جا را گفته تاجیکستان نگفته بعد آخر برادر خیلی بودم دا علام نمیکنه اینه بینید که من بسیار رشته همین کامنتاری رو می نویسم من میگم گوش کن همین نبیره همون چی هست که نبیره همون باید امامالی کشنده هم همین زبون همین رو باور کنید ابلیسش بگو میشوه ابلیس نام خشوه بد نیست یک نبیرش او وای خودش مثال چند سال است اما اسماعیل جانش نمیدونم 20 ساله باید باشه آقا چه جانش نگو همین اسماعیل جان میگویو داخلی کلیچکه میگویو دیگر چی میگوی بیا چی 20 ساله بچه اوش میلیارد کتی گام میزند با ای کجا همون سومو ای کجا برادر چهار خاکشپی دیگر رو در گردش جمع کرد تعریفش میکنن که صاحب کاره یعنی او ماشیناش میبینی او کاروفر میبینی و این یک دیگر چی رئیس شهر رو با رئیس مجلس نمایندگان و چی موندگی این خدازادش واقعا سواد نداره این کاروفرش میبینی من راستی در اطراف گپ زدم زپدلا میدونی برنامه تماشا کردم و چه شاورد دوشنبه دا وزیر ایسکا سوخته ایسته بودیان یک ایسکا $30,000 بوده کجا دا توگری میگیره همی یک اصنوفکا $30,000 تصور میکنه او را هم یکان صاحب کار ساز کرد ایسته بو خیلی همون فیرمی خودش چی اوستو گروپ های همون اوی هم فیرمی خودش بوده $30,000 دا یک حوالی میسازی یک 2 اتاژه وایش کتی 2 اتاژه دومش کتی $3,000 اگر سوخته باشد همون یک اصنوفکه سوخته هر یک اصنوفکه $20,000 کار کرده ایسته با کدوم تو ای عقل بیگونش که کار شده کور شده با میبروی طرفداری میکنی ای همون با اکنون یک بار همین یک روز یک چیه تماشا کردم یک بچه که اومده اساس گذاری صلح ملت و دوبای و چی افته یک مچو مردمی خلق مچو این میکنن و بای میکنن که بای سر و فرمه وی میبینی ای همه جا برادر پیش گپ بوده همه جا لگن برداری میکنه اومده ای همه جا نویش مهم نیست گپی من کجا دازه مقصدی گپی من اونجا ده که همون سر و فرمت گیر همون گاردیرو تا همش جمع کن بر بزرگتر مرکش بین یک تا میبچه دوی گروبی شدم یک تا تروسیه که نبیره همون رامون همون وی میپوشد همون اسماعیل جان میپوشد یک تا تروسیشه نقشه ندونه چی میبروی با وی طرفداری میکنی تو؟ این نگاه تو برادر سعی رای همی را چطوری ما بگیریم هم چاپلوسی کم شما که پول ای بایم بروه با کلی بیشتر با فکر من همین خیل چی کردن در کار که همین خیل کامنتاری و نوشتن در کار همین که برنامه تشکیل کردن در کار که تو یک دانشجوی سوم داده خونده ایستی مثال چی کرده ایستی
اویرا چی عذاب و مشقت کشیدی استای پدر و مادرت بیوبیش چقدر پینایو وایو این گشتش بین و این کورش بین همونو گشت کورش بیشتر ویدیو کردن در کور بیشتر نشون دادن در کور خب بین دو با بیشتر رازیدم بازی ها ما نمیگم که نیست بازی ها هست لیکن با از این بیشتر کردن در کور که همون جوانو بین دو این قدر ایخه کلش کورک نکی گوید داخل نه اوخی این نظام دل اینو دوست بوده است من طرفداری اینو نمیشم گوید فهمو در فکری من همیشه فهمو پیغام رسید برادر انشالله اگر راضی باشی همین سخنات پرچه کرده در شبکه میمونه علایده که پیغامات به همه برسه بسیار من خرسند میشم باید خب خداحافظ انشالله این کار حتما میکنیم سلامت باشید خب الو الو سلام علیکم سلام علیکم برادر ضعیف انشالله که خوبه نهایدی موضوع یگان گفتنی داشته باشه فکر نظرتون رو بشنویم برادر خب من در این باره کراسته قطعی اکی سپرو زفر گم زدم باز هم با در باره چاپلوسا که رفت باز هم در اینجا میخوام بگم خب این چاپلوسا همون بزرگوهی که در همه محله ها هستن روی روشا قطعشون گب زنی خود ترمه میشه خب جریمه میشه خب دیگرش میشه قطعشون گب زده نمیشه و خب این یک راه دیگر این بسیار در فکر من بسیار تاو میخوره در مدرسه ما که همین که فقط شبانه میری با اما در تنهای دورشون مثل که حاضر رفتست هست همین غلبه اما که نویسته میگیری نامش همین نویسی چاپلوس نامش امامالی توده سوده نویسی میبینیم با اصلاح نشوان با نویسته میگیریم این کار بسیار تر کردن نکار فکر خوب اگر بتونیم انشاءالله من برادر سهراب هم گفتم انشاءالله ساق سلامت که رفتم تاجیکستان من یک کار حتما سر میکنم انشاءالله اینم یکی از فکرهای بد نیست انشاءالله انشاءالله یگان گفتنی دیگر داری برادر موقع تنتان به خدا الله نگهبانتان باشد خداحافظ الو از تاجیکستان الو در پخش مستقیم گوش میکنیم شما رو آوازه ما اومده سر بله سلام علیکم و علیکم سلام من یک سوال داشتم اگر امکانیت باشه اویدی موضوع یگان گفتنی نداری؟ اویدی موضوع اویدی موضوع سوال نته فکر نظر تا بگو فکر نظر من میگم اول سوال ما اگر امکانیت باشه جواب بدم بعد من فکر موضوع آخه این جماعت چی نکردم من از مردم نگفتم مرا زنگ بزنید سوال تین ما هم سوال شما را جواب میتم یا که میدونم اویدی موضوع فکر نظر تا بگو مرحمت گوش میکنم سوال بود در جواب سوال شما ما گپ دارم برای اون قدر در باره موضوع هم گفتنی نداری؟ در باره موضوع گفتنی دارم آخه شما برای چی از بحث بیرون میرین وقتی که شما موضوع را مون دینم شد آخه هم فکر نظر ترد اویدی موضوع میشنویم ما چی سوال میتی؟ سوال این سوال شخصی ایمنه به خودت بگی این مقصد این همیشه شما ناراضگی هست چیه نام قدر شما فهمون تمام از چاپلوسا تمام جواب تا گرفتی یا که نه؟ چاپلوس که چه خیلی آدم گفتنی در نظر خودت این شخصا در نظر خودت اینگاه من نفری ما با لفظی تری گروبی تر میگم برای با ادبی بگم بله این موضوع خطای راست میگه برادر نوشته موضوع خطای چاپلوس اینگاه ما نفری کسلیست لگنبردار خوکشب و فکر که فهمیدی چرا میگن یا که الا نفهمیدی نفری که مقصد ننگ دارن ناموس یک آدم برای وظیفهش برای وای چیزش بله خود شرینکنی میکنه خود شرینکنی دست بوسی میکنه خود شرینکنی بیانه که برای پدخلمی ها تو بله
ана шумо ин гап туғри наст ҳама чоплус ҳам хело одам мегӯяд барои чи одаме ки ҳукумата тарафдорӣ кунад вай чоплус одаме ки шуморо тарафдорӣ кунад вай чоплус нест шумо дам хуча ширин мекунад шумо дам хуча намоиш метавад барои чи ишам чоплус нест агар ки дурӯғ бигӯяд чоплусӣ дар вуҷудаш дурӯғ эҳтари риёкорӣ дорад агар боша вам чоплуса мо ҷа мавзӯъ ки барои ҳукумата барои ҳамин чиза гуфтесам ӯ мавзӯе ки худат мекунад бояд як ҳукуматӣ чиба ташкил намекунед дар телевизиони давлатитон ҳамин хеле барнома занг қабул кунед ин кора бояд шумо бикунед ин кора ҳатман мекунад ҳукумат дигар роҳ надорад ҳукумат дигаре мо шаҳрванди худат ай кадом гурӯҳши гурӯҳи авангард ё гурӯҳи пайравои пешвои миллат ай ком гурӯҳши ма ай тамоми гурӯҳ пуруш безорум ма пайрави тоҷикистониам тамом хай мегзарем сари масъала оиди чоплусӣ чӣ гуфтанӣ дорӣ видеои мондум кадомаш туда бисёртар чоплус одамиро мегӯянд ки барои ширинкунӣ хича ширин кардан меравад дар пеши як касига ҳамо вай мекунад гуфти худти хобшабӣ мекунад бале қами гарм мегирад ана туғри гапот ана ма бо дар ҳаминҷа чоплусҳое ҳастанд ки мисол барои худчона ширин кардан дар гуноҳ таранд аз ҳама проблемо ин қадар пешравӣ ин қадар истиқлоли давлата нодида мегиранд барои оиди мавзӯи худат гап занем оид ин мавзӯи худай ма худак шуруъ шинохтам мавзӯи худай ами 6 видеои мондум 7 кадомаш туда итара бисёр маъқул шид ё кадомаш маъқул нашид наворое ки мондум оиди лаганбардорӣ буд ку ай шахси калиди то одаме ки тарафи чи шумо чи тараф ҳамин кулеси мекунад ӯ чоплус ятимов чоплус ане ятимов чоплус а ятимов саймуми сатторович гӯш кар ки мо ба ӯ сатҳи баланди корхонаи давлатиро кор надорем охир видео шамондам ку гуфт пешвои муаззами миллат қаҳрамон ҷонфидо чи нест чоплус нест як гап гӯ чӣ мегӯй ма ҳамин бисёр вай мехонам вазифаи ма муҷирум ҳамин қадар мерам миём не ки ма бисёртар вести мехонам бисёртар китобҳоро мехонам аз даври омада бошед кадоме ки дар вазифа буд чӣ буд ҳамин кора мекард ё хато мегуфт китоби чиро хондай бародар китоби фазилатҳои пешво ма хеле китобҳо нахондам ма китобҳои устоди рӯдакиро мегум гузаштаҳоро мегум ҳамин саволи мара ҷавоб де ай вақти шоирои гузашта ҳамин кора мекарданд да барои хубӣ ягон вай сарваршон барои хубӣ ягон да ҳамин кора мекарданд ё не ҳамаш намекардак ма то ҷое ки ма хондам историяшона биёй мавзӯъ бера наша ятимов мегӯи ки ман кор надорам чӣ кор надорӣ бугӯ чоплусай тамом мегзарем дига масъалада ма ака ин ҳамин хита намешиносам барои ҳамин гапи паст баланд намезанам ки машини ки ё ки чоплуси ятимовам барое ки ман қатиш бихезам бишиносам ҳамсояи барм бошад ту мақсад не ту наворша тамошо кардӣ ман навор шамондам тамошо кардӣ навор шамондам тамошо кардӣ навор шамондам тамошо кардӣ ака ман наворои ҳама чиза дар ютуб мебинам дар ютуб як вай шидагида як кабинети фоҳишахона шидаги туғри ҳар каса ятимов фоҳишае ба гуфти ту ятимов ба гуфти ту фоҳишае ятимов ба гуфти фоҳишае ё дар кабинет шидагия дар ютуб охи дар саволи ма ту ҷавоб наметавонад чӣ ба тура гӯш кунам мегӯм ки тамранги ман ғариб ё чизе ки ман ҳамои шуморо намешиносам ягон гапи паст баланд гуфтам ки тихел не ту гапҳо дост ту ҷавоб дода натавонистесай ман савол додистам ин таҳқир нест ту аз саволои ман грехтестай ҳамира мефаҳмӣ ман савол тагӯш накардам бугӯ ин ҳама савол кира ҷавоб тун баъди саволи мара ту гуфте ки ютуб кабинети фоҳишахона шидай ман мегӯм ки ин ҳамин ятимов дар ҳамун фоҳишахона шиштагиай ман ютуб наворша мондам ҳамин чиз дурустай ту ҷавоб надодӣ кадом навориш нафаҳмидам навор чӣ буд ман рости гап карачи як навори ҳамин лаганбардори хокзаниш гуфте ки вай мегӯяд ки пешвои мо ҳамин чизи бигам ҳамин хокзаниш дар кабинети фоҳишахона шидагиане абдуллои рӯдаки ӯра ӯ тараф бубад савол дар ҷавоб наметӣ савол ҳамин ҷавоб охи ятимов дар кабинети фоҳишахона шидагиане чоплусай ман тура гуфтасам ки дар ютуб ин ҳоз пага мебурам ман нисбати худат як гапи дурӯғай таъқир мепартом ҳамира бовар мекунӣ ягон кас ту ай савол чӣ ба грехтестай ҳо бугӯ ман баъд бо дигар саволоти дар ҷавоб битавам ака як дақиқа мара гӯш ки тамом баъд бугӯ ки ту саволи мара грехтита саволи мара гӯш ки тамом не ма тура гӯшка наметавонам
تا این موضوع تا خطا دیگه خیلی ایشون داده سین این موضوع خطا امیر هم میفهمی یا کی نامتون چیه نامتون؟ کی نامتون چیه؟ برای چی نه وای کرده نحرمتی کرده ای نگو برادر جان زیدم بخون بگو گوش که برادر اینا خود تو جانم بگو گوشت نمیکنم جانم نگو گوشت نمیکنم حقی نکردم نه جانم بگو بعد گوشت میکنم جانم بگو برادر جان خودم بگو بعد گوشت کنم یا برادر جان شیرین بگو تمام توجیک تمام آدمی که با زبان توجیکی گپ میزنه برای ما برادر جان فهمیدی نه مرا نمیگم مرا خودم بگو الان دقیقاً کمتر نه نزد مردم فخر کنم گوش که برادر ما ترا سوال داده سام گفتم که اول بگو نو مشکسته گرفته سر نو به حرمتی نکن مرا تاری مرا کمتر چی کی جواب بگو برادر جان خودم بگو ما قد پیش مردم فخر کنم سوالی من نگرفت مقصد مرا تو دقیقاً سوالی ما جواب ندادی برادر جانش بگو همین جانم دادم بهش به چشمون زپدلو میدونی مرا برادر جان بگو تو گپ با می رنگ و کودکو زایب نرات سوالی مردکی مرا جواب ته بیا می چیز ملچوف کراو سبونه چی با چا ملچوف کرد هر مون غریب ما در غریب ما نمره تای تاجیکستان چی خیلی در غریبی نمره ما تاجیکستان هم خوب بی اگه جای فرمت دسای نه چند سال هم دوای پیتر من اگر با بی با نمره راسیس کی خیلی بیا من با واش کار ندارم با کار شخصی آیدی موضوع چی گفتن نمیدونه هفتن ویدیو اوندم کدامش تو در معقول نشید که کدامش معقول شد همین رو بگو تمام ما میدونم مقصد زنگ زدن ما چیه چی بود مقصد زنگ زدن من یکی من رنگ شما غریبه من همین تاجیکستان خوبیاش هم دیدم بدیاش هم بعدی که ما در خوبیاش بریم پلیچمون همونیم با قوتر شوا خوبی کنه چی برای کرونا میکنیم نه برای تاکید میکنیم همین سوال دم ایران این را که بعد اویدی همین موضوع اویدی خوبی ها خوشروگی ها پیشروی تاجیکستان شد حتما زنگ بزن فکر تا خوش رو 10 مینوت 20 مینوت گپ زنم میشه باز موضوع ما اویدی چوپلوسی اویدی همین دوری اگه اونجا دیدم درنش دانه اما پیشروی را ای دوری در تلویزیون ای تو دیدم که قدر رو تمام آبادی خوشروگی زیباگی گپت قبول اویدی موضوع داری اگه گفتن دیگه گپت قبول نه همه خوشروگی زیباگی اما طرفدار شما هم وقت نشم که شما در برابر همین ویدیوهای تنقیدیتون کم ویدیوهای خوبی رنبونه گپ نیست آبا چای نازی موندم رحیم کریم شنیدگی هستی آزی موندمش ای خنده را کش نخندیدی در گپیامو نه راستی گپ ندیدم تو حتما بدروی نو را ببین رحیم کریم ها ای خنده را میکشه کو امارا گریه میکنه زفر ما مقصد زنگ زدن ما فهمیدم ترام ما با این طرف کردن از پروست ما دیدم کو همین مقصد همین شما اگر ایستینا تنقید کنین دیگه خوبیاش هم غلطاش هم میشه خب این گپ تو لگان روز یکی چیم بتا خشم بتا قبول میکنم اوی موضوع نش یگان گفتای نداره نه اگر شما ایمن در فکر خب خیلی کوکوش خوش کردم الیا سلام علیکم و علیکم سلام من در پخش زنده هستم بله در پخش مستقیما اویدی موضوع اگه سخن داشته باشیم میشنویم شما رو درباره همین چاپلوس‌ها بله موضوع چاپلوس‌ها همین سر برنامه کمتر همون سخنهای چاپلوس‌های موندی همین سر ویران شد برادر بخشش ما بخشش میپرسم ای نفرای بیننده‌ای که قهرتون میکنه غضبتون میکنه اویدی چاپلوسا ما موضوع ما میاد این ما دیگه نمیتونم دیگه خیلیش کنم یا که برای شما ایشان نگم نه برادر 100% آفرین با گفتم برادر در نو گریه عبدالرحیم کریم گفتم که کسایی که عصبتون خرابه تماشا نکنه که گریه میکنه که در برابرش گریه میکنه که یک دولیم تو نورداره بلند نشوه من برادر من خودم همین سخنهای و همین چاپلوسه طاقت گوش کردن ندارم برادر رنگ خودم مجبور خدشون گاب میزنم مجبور موضوع همین اکی برادر همو چی گم
همون جامعه هم مثال اگر همین چوپلوس که بسیار باشد همین دولت یک نه همین نپرمیر دولت هم چوپلوس زیاد شود همون حکومت همین دیکتاتور شده ایستاده میگیرد یکون خیلی تغییرات نمیشد برودن بله انمی لگن برداران کمی اوماله در سر قدرت میمونن این طرف میبرنش بیا اون طرف میبرنش بیا آفرین برادر پدر مادر آفرین وقتی که همین کدام همین همسایه همین دولتی همسایه‌مون نگاه کن مثال همین دور نمیریم همین قرقیزها همین قرقیزان در لگندر بردار و همین چوپلوس و همین خدا خبراش نیست برادر بله قرقیزستان هم تعریف کنم چند بار که واقعا مردمی بدارن رنگ ما خام نیستن اکو قرقیزان در همین چوپلوس نیست برای همون حکومت همون حکومت یکون خیلی دیکتاتوری شدن نمیتونه این ما گریه میکند میگود ای امام علی تو برای پیش پدر مادرت گریه کن مرگ به تو باید همین انسان ها بیند گفتنی بسیار دارم برادر خب خداحافظ برادر که نشد همین لایک ها ده همین میبینم لایک هم سرم ویرون میشه برادر ها همین که گوش میکنید همین لایک گذارید پدلیت کنید نشر کنید برادر ها همین دستگیری کنید این برادر ها یا دیگه مردم رو میفهمه انشالله برادری که پاره نیاز به گفتن نیست میفهمد میدارد همین گوش کرده میستد آخر 1,500 آدم تماشا دارد 800 لایک خد نمیدونم 1 ساعت بازی زنگ میزنم بود نمیدونم چقدر زیاد شد خب همین برادر موضوع خوب است و همین درباره همین برادر همین متحد شدن کمتر با صحبت کنید برادر با موضوع چه داره با این موضوع چه داره من راستی موضوع علاهیده گفته خودت اتحاد یک همین خواهشی ما مهاجران همین که همین درباره متحد شدن بسیار گپ زنید که وحدت برادرها همین کامنتاری ها به برادر می نویسد همین محلچی همین ملتچگی بسیار میکنه سرم ویرون میشه بله درست نیست برادرها همین باید متحد شدن دکو وقتی که همین قرقیزا همین برادر قرقیزا میگود که همین قرقیزا دو خشای میگود باز من همین درباره قرقیزا تاجیکا کمتر گوم همین کمتر صحبت میکنم میبرم میرم برادر مختصرش بگی برادر خیلی کرات که میکنم قرقیز این قرقیز انده دو خش نیست قرقیز انده فقط محلچگیش نیست همین محلچگی نمیکند قرقیز برای هوای محلچگیش نه همش سرجم متحد ما برادر تاجیکا دوخ داریم فقط ما همین محلچی ملتچگی ها ما بسیار هست برای هوای ما پراکنده ما باید همین ملتچگی عیبان بردن دکو نگوید همین من چی گم من خوجندی من کولوبی من بدخشانی نگوید همین گپا ما تاجیکستانی هستیم برادر همین از برای الله همین نزد الله شاید همین نگوید همین گپاتون همین گپا بسیار همین برادرای پراکنده میکنند همین در کامنتاری ها فقط جنگ میگود تو این تو این نگوید همین گپا بله این هم جماعت در همین گپ خود یک چی را بود کردید خاطی رسان میکنم داود محمد مرحمت گپ زنید خوب گپ زن برادر جان من اگر انترا خاموش کنم بعد گپ زنم خیر نباشد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام و رحمت الله خدا باشه خب خداحافظ درباره جنگ در کامنتاری ها گفت که در همین اینترنت جنگ اطلاعاتی میگن برادر هموطنا 2015 وقتی که مبارزه بگیم که رنگ دیگر گرفت مبارزه آزادی خواه زیادتر حرکت کردن یا که مردم کمتر بیدار شد 2015 در حال وزارت کارهای داخله یک گروه تشکیل کرد به نام گروه اوانگارد پیشاهنگ یک گروه نامش همین خیلی ماند یا را مخصوص برای اتاکه یا که مبارزه بردن بر ضد آزادی خواه یا که جنگ کردن در مقابل آزادی خواه مبارزه مخالفا گروه اوانگارد یک وظیفه گشت در داخل همین بود که همین عبارت به توزیع است میتینگ میکنن میتینگ های ساخته طرف میدان میرن
یک وظیفهشون بود. 2017 کمیته ورزش و سیاحی یا کمیته کار با جوانان و ورزش سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان 2017 یک گروهی را تشکیل کرد، جوانان پیرو پیشوای ملت. او گروه از چی عبارت است؟ اونها فقط کارشون وظیفهشون تبلیغ رحمانوف در داخل تاجیکستان، تبلیغ رحمانوف، مثلا صورت و بیرق و فقط از صلح و وحدت، از جنگ، ایامو سالهای قبل یا پیش گپ میزنن، در منطقه ها میرن سفر میکنن. وظیفه او وظیفه اوانگرد این طرفه، یا را میگن جنگ اطلاعاتی، و یا به خاطر ایرا تشکیل کردن که ما هم قطعا لغلق کنه بشینیم اومالی جا کیف فیخچه بکنم، یعنی با یو سر به سر بشیم. برای همین من کم کم یارو برای چی من ازدواج نمیکنم همین چوپلوسو را شما بعضیت میفهمید دیگه زنگ نزنن، برای زنگ نزنن یا سو میگیرن یا ای پشتی من نان میخرن همین چوپلوسو میرن میدونین نه برزیدی من گپ میزنن مینویسن یا که یک کاریگا میکنن یا ماهانه نمیدونم شاید 1,000 سومون بگیرن، شاید که با اگر خشرو خوکش بشپن لگن برداری خشرو بکنن، شاید تلفنشون پدر کبتن، ایش هم امکان داره. برای همین با اینو هیچ وقت سر به سر نشین. این پیشنهادی من در کامنتر در یگان جا نه در آواز با یا گپ نزنین، جا موقع نمر میدادگی نکنین، این کار صاف نکنین. یا همین بگن که ها بگوش پسندش نکن، بهترین کاره. خب یک زنگیگه قبول کنیم. الو الو سلام علیکم، در پخش مستقیم میشنویم شما رو. سلام علیکم. و علیکم سلام. شما نازمه کو خوبه؟ شکرانه خدا. آیدی موضوع ما یکان گفتنی داریم، فکر تا بشنویم همه کسا با مردم. چی بکش؟ الو سلام علیکم. و علیکم سلام. سلام علیکم. پخش ده؟ بله پخش مستقیم داریم. آیدی موضوع فکر نظر شما را میشنویم. خب موضوع اگر فکر نظر منابقین شما نوشته میکنین پاینده که حتما همین خیلی کار پیش میبریم. در کدام مسئله بیو می نویسم؟ مسئله چاپلوسی در موضوع بیانه؟ مرحمت فکرتون می نویسیم. خب اول مرا بگین که چاپلوس گفته که مقصد که همونایی که در نظر شما همونایی که مدعای خانی میکنن و خط شعر میخونن یا یکون کاری دیگه میکنن همونا؟ بله همون رو با چاپلوس میشناسم. موضوع ما برای همیان موضوع خطه همیان. بله مرحمت کو اوید موضوع چی بسنگی؟ خب من اکره گوش کنیم مرا شما مسئله گرفته هستین که ای خواهد که مقصد که چاپلوسی را از بین بریم، چاپلوسی را خشامتگویی را از بین بریم. بله فرض کردین که فرض کردین که در شما زنگ میزنن در یک روز خیلی هر یک برنامه تان داره خیلی پوسکه 10 نفر اینا 5 نفر بله 5 نفر رو برای شما در زنگ زدن قینه ای 5 نفر چند تا همونو با گفته شما چاپلوس میبرویم؟ من شما حساب نکردم، اگر بخوای حساب میکنم ای سر خود سر کرده ما هم در قطور هموی ما؟ نه اکم مثلا از زنگ شما او طرف ولی من ترا نمیشناسم خشرو که تو کدوم طرفی در رفتی صحبت ما آشنا میشم خودت کی. خب فرض کردیم که رفتی که ما بودو منم مثال نه چاپلوس باشم و نه طرفدار شما باشم کیم بعد ما؟ خیلی من نمیگم ما تو امروز همون کسا نگفتم طرفدار ما بشین یا شما یک گوشتون بگیرین در دیگر گوشتون تا با پرتونش برن این گپ ما نگفته ما مردم بدور کسی نمیخواد ما همون کسا تو امروز گفتم که بیا دبر ما بیس ما شاهد داماد نیستم که یک تا شهرمرد رفیق میگن چی میگن نمتری دبرم قبول کنیم که اجازه بده نه که کلانی باید گفتم میشه زاید برای که خواهی نخواهی میخواهی که در بر مردم باشه ده ای تو یکوان کار کردن نمیتونی یه خیلی کلانی باید هم گپ زدن خوب نیست انا گوش کن همونایی که زنگ میزنن
интисобат мекунанд шумо киен чиен чӣ халиен чӣ мехоҳем киен ҳамо تو اویدی موضوع گپ زد چیکار داری او را ما امنیت نیستم و سوال جواب هم نمیکنم اویدی شخصیت چون اویدی موضوع گپ نمیزنی خودت با فکر شخصی خودت کیان مردم های نمیدونم که من نمراشون نه قید کردگی من زپس نه چی نمیرنگ خودت زنگ زد من قبولش کردم فکرش گفت تمام اینجا با دیگران شنویده استن شاید که تاثیر کنم مثال بگیم یا چاپلوس میشنوه خفه میشه با فکرم یا که فخر میکنه که در مورد ما گپ زدن خیلیده چاپلوس گفتن خیلی پیش او گپ گفتن مقصد که همه را در نظر گرفتن در کار نیست هستن بچه‌ای که دیستیت نه خب بیا هیچ کار در نظر نمیگیریم این مایل گپ تر من جا یک قبول میکنم هیچ کار در نظر نمیگیریم 7 نوار موندم همین 7 نوار امیرا در نظر بگیریم که نگیریم این 7 نواری که تو موندی 7 نوار ای بین همه 7 نوار موندگی یگان تشت را زنگ زده گپ زدگی نیست کچیته نه چوپلوس هستن یا که نه من اویدی زنگو نگفتم بله چوپلوس من قبول دارم گپ تا چوپلوس هم بله نه که ای بین همه 7 کس تو زنگ نزدیم که یگان تا اکو او زپدلو میدونه او خیلی مرا میخزه یتیم ما زنگ میزنه یا که اونا او رحیم کریم میخزه با هم جا یک خاتمه گپ زنه زورش نه گریه کنه او رو چوپلوس بگوی میارزه برای که خیلی میگن روی شد میکنن شعر مینویسن و باید میخونن و یگون چی دیگه میکنن اینایی که تو زنگ میزنن اکثریتش ممکن که در حقیقت زاینترسه و نباشه که مثلا شما چه خیلی گروپ هایی اما اگه در اینجا درباره گروه درباره شخصیتی گپ نمیزنیم که ما درباره موضوع کسی حتی این موضوع بیرون روه یا که اقرارات کنه ما در حال میارمش در موضوع انا بخواهی که چاپلوسی ای بین بروه همین چاپلوسی ای بین بروه موضوع تا یک طرف میمونه قطعی نام مردم میشین چخچخ میکنی بحث میکنی و در خودت چخیر بگم قایل میکنونی که هوا تا دیستیت نتوغری بدهی خطی چوپلوس یعنی که همینجا ما بحث کنم زنگ بزنم فکری خودت نمیه بحث کن بفهمون بگو خیلی اینجا این خیلی این نیشته چه خیلی کنیم با اویجا بعد در فکر خودت بعضی های راضی نمیشن تا نمیدونن در زیر نوار شاید کامنتر نوشته هستن میدونی که خیلی مردم بعضیش تری کمی با سراسیمگی رو میتاد در حال یا حکم میکنه که اقرارات میکنه که بیزیر میزنه بعضی ها میگن که قطعی چاپلوسو گپ نزن میگن من فکری او رو هم میگیرم بعضی وقت چه میشم با او کسی که میگه که وقتی ما رو قطعی او چاپلوسو صرف کردستی چیکو کردستی چیکو نکردستی وظیفه تو همین چیز تو برنامه کردگی تو همین حل همین مسئله رو گفتستی حل مسئله در همین قطعیش چخچخ کرده فهموندن در کره باید که ای بچه این اینجا ده این خیلی گپ هایی ای تو چاپلوسی تو تاری تو دوای کما ده شعر بخون ای خیلی گپ قطعی نمیشه هر کس علیبور کسی دیگه هم باشه میگه خیلی حسرتت میکنه با چی فکر داری با جواب بنویسیم که همین فکر اخته اگده چاپلوس قطعی تجربه کنیم که بعد تماشا میکنیم بعد میفهمیم که خطی و گپ بزنم دوامش رو که نزنم تو بخواهی که اگر ای بین بروه تو اگر حل همین مسئله که همو چکار کردنی در همین اگر باشه باید تو گپ زنی باید تو بفهمانی او را بله آخه ما هم همین کارمون همیه نه که یک چیزی را باید برادر به نظر بگیری شما با مسخره گپ میزنی نه ازدواج سرشون میکنیم ازدواج سرشون میکنیم طرفدار همین رژیم امروزا نباشم طرفدار میشوم نه شما من یک چی را توری بفهمیده چند کشی تا بیرون ای وطنی آخه در این سوالات چی میکنیم بحث کنیم وزی تو ایدی موضوع میفهمی داری؟ ما در خدر مثال آورده ما میفهمونم تا همین خیلی که ما تو مثال ای خدر آورده فهموندنی انا همین خیل ای خدش گرفته بفهمون همون کسی که هسته ما تو یک درس میکنم آها تمام چند کشی در بیرونی این فکر تا اینا نوشتم با فکر دیگه داری اویدی همی نداشته باشی خیلی از صحبت کردی دیگر رو را نوبت بتیم همین خیلی بکن که در همون تاجیکستان بدگی یوشو در حقیقت نمیدونن که گروه 24 چیه کیه برای او را این گروه تروریستی معرفی کرده شدگیه
ҳамун чиза шумо бояд бифаҳмонед, ҳамун зошои ҳамун ҷабудагии касе ки ҳаста ки дар ҳақиқат бихалӣ нест агар набошем. فهمای فکرتونه حتما چی میکنیم میفهمونم که جون خواب خداحافظ. ما کم کم شوخی هم میکنم یا که بگیم ازدواج هم میکنم چوپلوسورا خوابی برادر در مقبول نشده. الو الو فکرهای برادر تا جای درسته راست میگه. الو سلام علیکم. و علیکم سلام. این بخش مستقیمه یا؟ بله اویدی موضوع گفتن داشته باشی مرحمت. اویدی همون چوپلوسی. بله مرحمت. چه همون چوپلوسش کمارم؟ اون موضوع همون خدیدم گفتم یا زنگ بزنم. خود ما تماشا نکرده اول؟ من نودرومم. چاپلوسی برادر یا که هموطنمون نفر میگن اگر ادبی بگویش تملق کن، خود شیرین کن، کمتر گپ گروبیتر بگم لگن بردار، کوسلیس، خوکشب که امروز در جامعه ما و شما زیاد شدگیان که به هر راه میخوان چون یک مگس در اطراف شیرینی بگیرن نزدیک نه. اشتری کنیم همین را دفت کنیم خواهی. انا میرم مردم ما چی گرفته استم فکر شونه که ما میرم چیکار کنیم در یک جایگی باز ما میگم که همین چاپلوسی دیگه نکنین با یک ما نمیشه او را باید راهش بیایم کو خود زایدی؟ بله بله همین چند سال همین که گاب میزنی شما بخیزیم بریم و خوی بکنیم میکاگیم اونا برادر وظیفه ما حضورش در گپ زدن اوخی چند سال شید گاب میزنی بچه ما همین تا چند سال میبینم بانومی خودو پیر نمیشه یعنی کیه اینا برادر نگاه که میگو که بریم گپ زنیم ما برای تو مثال نو میارم محمود اودینایف میفهمی میدونی کیه اینا بردن خودش تو گپ زد اپیشتم کی خست 14 سالش دادم شوخی نیست 14 سال گوش که یا گپت بگو ها ببین نشون بده همتری آدم نیست چی را نشون بده شما میفهم نه نگاه که اینا خودت میفهمی ها بیو بخیزیم بریم همه کسا و خیا باشه چند نفر بریم چند نفر مثلا تیاریم اینا ما خودت با چند نفر دیگه ما ایجا میزنم و خیا باشه شما چند ساله گپ میزنی نداره آدم و خیا 1000 2000 500,000 نمیدونم چند خواهد 500,000 باشد تمام گپ به ما نمیرسه برادر طرزی رفتن باید اول مردم در داخل آماده باشه همین را میفهمید برادر اوزی رحمان گپ میزند تمامش لرزه میگیره اوز همین رنگ خود گپ زده خودش نمیتونه میدونه میره اوخی تمارا بگو همین شما چند ساله گپ میزنی نه بچه اوجه تایور شدگی با فکری ما همین چیز دیگه دیدن در گوه مسئله را خب این فکرتون حتما میبینیم یکم پیشنهاد دیگه آیدی چی داری برادر؟ خواهی شوی خوز دیگه سوز باشی خب همین هموطنایی که سراسیمگی میکنی گپ همون حتی همون وقتی که زلو بدیم که همون سال پیش همون گپا را با میگفتن این همون تیاره اینا باید بخیزیم و هموطنا کاری یک نفره باشه که من هیچ وقت با هیچ که گپ نمیگم یا که هیچ که گپ نمیگیرم خم تو خم میکنم کاری یک نفره باشه کاری 100 نفره حتی نیست الو و علیکم سلام در پخش مستقیم مرحمت فکرتون میشنه اومد بشتونه که اما مرده که یه حاضر گفت که اکو اها وای راست میگود اکو وای سراس مگری نی اکو وای زیاد باید گفتنشو که فایده نداره اکو خسته برفتنم در کار نیست اکو چکار کنم این باید؟ این کسل که شما موضوع موندگی اکو این کسل یک 100 سال شد وطنی ما بهای خب دوره شعیبی هم بود همین خدر زیاد نبود اخی همین خدر زیاد نبود نه یا که عید از زیاد بود بود عید از زیاد بود فقط عید از
زیاد بود ببخشید اینا زیاد بود ما حسابات دادم که 2011 200 تا شعر در کتابی ایجاد جناب علی امامی رحمه 200 تا شعر در 2011 چاپ شده در کتابش 2016 847 تا 847 خوندم اجازه خوندمش 2018 گپ زنید شما با میگون که این استخوان مردم ما با شتگی علاقه خب اینا شما کمتر سوز کردن خیلی فقط خسته برفتن هم در کار است همونجا کدام آدمایی که چی میکنن کم کم نکزت کردن در کار یا کم کم یگان بچه‌ای که باشد یک وای کردنش لازم بله فقط یک تا دیگه من شما دیدم شما بچه یوش پنیت که فهمیش زور ما گپ ندارم شما حاضر میتونید که یگان برنامه خودتون برنامه خودتون آناو کبیریه فایرات تو است через аму программа через аму скайп میگید شما چی میگید من نمیفهم через аму میتونید که شما هوای فایرات کنید کبیریه چی با فایرات چون میتونید که محمد بولا چی با فایرات چون کنید اسکایپ کاتی برای چی فایرات چون کنم شما باید یک شوید اینا شما برای چی همه تریت میکنید اینا شما باید همه یک شوید اکو اولی وقت نیست سوخی اولی وقتی خودت میگوی یگون برشاد بیار یگون سولو یگون سولو دیر میشود اکو شما بینید که روز به روز یک تا آدم به عقل ترما شده یا که مرساز امین اهمیت میتید می اهمیت میتون برادر امی خیلی ای بقربونی نمیروه که رژیم بقربونی نمیروه اولی چندین نفر دست میتینگی بعد پیروز شد همه مرد همه ترما شده که یک تا مثلا من میگم که یک تا پاپوشی که امو کرامت شریف بود که یک تا پاپوشی علیبای دپتات توجیکا بالا بود همه آدم مرد و یکی گفت که دلش زد و یک دلش زنوندن که فهمدید می؟ بله و مثلا این همه این یک تا اینه این بسیار شما هر روز اهمیتی یک از مرد یک از ترما شد یک از کردید یکون هفته نیست که قربانی نشود اکو کی میره کی قدی کار میکنه شما اکو کی قدی خسخور اکو قدی می یا خوکشپ اکو قدی می کی قدی عصبی نشود درمش خوب میشود عصبی نشود خوب میشود دیر میشود اکو جان دیر میشود جانم با جان پروس اگر ما میبینم فهمیش شما نقص من گار ندارم مثلا من آنو حق و بطل میبرد کو لوا بای مرده که میبینم فهمیشش کمتر فهمیشش کهنه کو لیکن اینجا بچه های شما فهمیشش نقص بسیار پروس همه اینا را اینی خودت بچه یوش سکایپ قد فایرات میکنی программат ба ҳамина ваё қати маслиҳат мекунӣ любове промес транслятсия ин карак қати мардуме ки тарафдоран суҳбат намекунӣ қати мардуме ки противникан шумо чоплус мегӣ қати чоплусо суҳбат мекунӣ ана ин программаи ту навигарӣ мешавад бомба мешавад фаҳмидӣ бале фаҳмидам ягон пешниҳодгар дорӣ бародар навигарӣ кунед ако куҷо навигарӣ кунед ин хел ки мо мерем вай кадоме ки мегам мана холама ин хелӣ кардам бобома ин хелӣ кардам и кор пеш намебурад ако бале хоб саломат бошӣ бародар фикрота навиштам баъзе фикрот ба фикри ма тоғрӣ меянд яъне ки рост меянд ман ҳам тарафдори баъзе фикрои худат ҳастам саломат бошӣ бародар як чиз дига ваё бадтарам хоб ваё бадтарам лекин ҳозир равшанӣ шумоя мо надисодем равшанӣ лидер нест якта муҳиддин кабирӣ 3 соат гап мезанад як бор варақа нигоҳ намекунад ако як бор варақа нигоҳ намекунад любой ҷой гапаш дако ягон хато намеёвӣ чӣ ман ина просад ман шумо ба гап мезанам ки любой специалист шинад гапҳои муҳиддин кабирӣ анализ кунад ин фикри шумоe ҷош хато меёвад нутқи тоҷикиш ҳамин хеле ҳаст ки ягон журналисти тоҷик ҳамина надорад тамом бале фаҳмидам ин фикри шумо ягон гуфтанӣ надошти оди мавзӯъ саломат бошӣ бародар یکی
جمع شوید گفتنی من جمع شوید ما دنبال شما شویم مالی خداحافظ. آقا چراغ فناری کنه دکو دوا خب یک هموطن بود فکرش گفت. الو. سلام علیکم. و علیکم السلام. اخیرا زنگ انشالله. برادر در پخش مستقیم ما خیلی از صحبت کردیم، فکر میکنم زیادی بچید. اخیرا آدم انشالله اویدی موضوع فکر نظرت میخوایم بشنویم. بله اویدی موضوع چند گفتنی رو دارم آخر نمیدونم اویدی موضوع هست نیست. یکی گفتنی من همین است که برادر شما باید با همراهی در برنامه‌هاتون در برنامه‌های گروه 24 حق و باطل با صدای مردم همه برنامه شما با محمد اقبال صدری هم مقصد جیغ بزنین صحبت کنین. مقصد شما باید همتون یک شبین وقتی که شما مقصد محمد اقبال و اگر یک نشیم چی؟ بله نگم اگر یک نشیم چی میشه؟ چی گپ میشه؟ ما هممون گروه 24 حزب نهضت اسلام میخواه که رژیم رحمان از بین بروه، اما با راههای گوناگون هر کار راهش هر خیلی هممون یک جا که شویم. مقصد گروه 24 حزب نهضت پیمانی ملی و دیگر همش که یک جا یکی شد. مقصد پکا همین رژیم که از بین بود بعد همین رژیم که از بین رفت بعد همه برنامه خچه بگیره. مقصد کدام که برید مقصد کدام خلق کدام را که دستگیری کرد. خب برادر پیشنهادت خیلی بگیم که این خیلی بسیار خوبه. میتونی که همون را بگیری بیاری پیش من. شما صحبت کردن در قطعی استادا مقصد قطعی با همراهی خیلی نه بیا اینا فکر اینا خودت یک شخصی در برنامه هاتون باید در برنامه های وایو شما مقصد باید زنگ بزنین یک چند پیشنهاد کنین و در برنامه های شما باید وایو زنگ بزنن یک اون پیشنهاد کنن در اینا ما برادر مردم در همش. بله برادر این هم جمع چی اخته همچون یک هموطن در بین نه این طرف نه اون طرف پیشنهاد هم می نویسم. اینا انشالله ما زنده باشیم هفته که در پخش مستقیم هستیم. همون نمایشون گرفتی بیارشون یا که برو بفهمونشون بیان در پخش مستقیم که ما بفهمون و چی میخوان مردم بشنوه میشه. نه دیدی خیلی یکون چی من نگفتم. این همه یک پیشنهاد عادی بود دیدی خودت نمیفهمی یا که نمیفهمم دشواره. مثلا من زنگ چند تا زنگشون میزنم پپادر نمیشم. من نمیدونم چه و اما علاقات خطی برایم. بعد در برنامه بعد دیگه پیشنهادی من همین که در همین برنامه ها صدای مردمش باشه گروه 24ش باشه حق و باطل یا حزب نهضت 100 120 130 هزار تماشابین های بعد برنامه بعد پیام افیر همونجا 4 5 هزار حزب محمد اقبال صدقی 10 هزار لایک میگیره. اصلا خلق لایک نمیمونن و همین برنامه را که تماشا کردی همین معقولت نشد نداره تماشا نکرد معقولت کشید لایک بچه گفت همون یک لایک های نمیدونم اخی از چی میترسن این مردمی ما همون لایک که چه کلی مردم تماشا بینو با بسیار میشون اخی همین دستگیری کردن در کار همین مقصد همین لایک که چه کلی برنامه که بسیار کشیدن پخش کشید انشالله که مردم بیدار میشه. مردم در چی و ترسیدگی که مقصد هم وابشه سختی بعد رحمان و ترساندگی خلقه ده. بله با میگن که بیم بخیزیم بریم تمام همه تیاره میگن. نه ولی مردم تیار شدگی نیست. اگر تیار ولی ممکن 5% تیار باشه. اتاق میگن که تیاریم 5% اگر تیار باشه کو برادر این لایک که نموندن значит تیار نیستن. ما تیار نیستیم значит هر برنامه 5 تا 15 20 هزار لایک گرفت بعد همون تماشابین 150 هزار تماشابین دارن برنامه میکی لایک نمیمونن. لایک برای چی نمیمونه؟ تماشا کردی دیدی کمی حقای اوکی لایک همون دیدی که با چی لایک دیزلایک شما نخوی همین نمیدونم اخی چی مردم های بفهمن که نمیدونم اخی چی بگم با. خب امی صحبت خطا پرچه کرده الهیده مونیم چه خیلی برادر در
شبکه مردم بشنود. با جان دل با جان تمام. میندار میشنم. خداحافظ. در امان خدا برای کار شما دارم. خداحافظ. خب نگاه کنید هموطنان عزیز، من شاید که چند تا نوارهایی که نوپرسیده قیچی کردم موندم. اگر هر برادری که باشه راضی نباشه اوزش موندن یا که مو چیشه نواری پرچشه مرحمت بگم ما کور میکنیم. ما برای چی گپای خوب یا که پیشنهادهای خوبه میمونیم در رسانه هایی که در کانال صحیفه که دیگران بشنون بیدار شوند. برای همین من همین فکر دارم، نمیدونم دیگران چی فکر دارن، فکر خود نمیگم. آخران زنگ بود التماس خواهش میکنم ای هموطنا که ما زیادی بس گپ زدیم. ما گفتیم 1 ساعت که ما خرید 2 ساعت زیاد گپ زدیم. آخران زنگ بود ان شاء الله خفه نمیشین. دیگر برادرها دیگر هموطنا هستید دوام میتونین که تماس بگیرین. خب برادرمون خیلی پیشنهاد کرده و دیگر هموطنایی که پیشنهاد کردن پیشنهادشون ان شاء الله با فایده ما و شما باشه. موضوع ما بود عاید چاپلوسی یا که خطر چاپلوسی در جامعه. ما پیشنهاد کردیم با نویسنده شاعر با رسانه ها ان شاء الله که این کارا بکنین. این فایده برای خودتون داره. شما هم دعوای مسلمانی میکنین یه روز ایدنیو میگذارین. ما اگر همین بیماری همین چی بگیم که مرض همین بعدی را از مردم بیرون کنیم دور کنیم به حد ثوابه. کار خیره، یک کار خوب ایت باقی میمونه، عملی صالح. این بیماری چاپلوسی یک شرک، یک کفر، یک ریا، یک نفاقه که بازودی انسان نمیروه. نوارها برای شما پیشنهاد کردیم، یعنی که یک نمونه الگو ان شاء الله که باور دارم تاثیر خودش میرسونه. تا هفته آینده خدای قادر یکتا نگهبان ما باشد. برای تماشا و وقت را گذراندن یا که صرف کردن در این برنامه همه شما می‌داریم و تشکر خدمت میرسانم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.